بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت و کارشناس این برنامه و مهمان همیشگی ما در استودیو حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که من خوش آمدید میگم. جناب مولانا حیاکم الله، خوش آمدید. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی هستم. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، ما هنوز هم در باب الاشاره و النص علی ابوالحسن موسی بن جعفر یا امام موسی کاظم هستیم و در هفته‌ای که گذشت اگر به یاد داشته باشید در این باب روایاتی که 16 روایت هست بررسی کردیم که دیدیم همه روایت‌های درب و داغونی است که فقط یک روایت صحیح که اونم دلالتی بر امامت نداره. در برنامه این هفته یک موضوع خیلی مهمی رو می‌خوایم خدمتتون مطرح بکنیم. همینطوری که می‌دونید وقتی که عبدالله ابن سبع یهودی و دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستن دین رافضه‌گری رو تأسیس بکنن، هدف اصلی بدنام کردن اسلام، ضربه زدن به اسلام، تراشیدن چیزای مقدس در مقابل مقدسات اسلام بود که از این میان اومدن و در باب مهدویت و همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن که در آخر از زمان شخصی از اهل بیت من میاد که اسمش اسم منه و اسم پدرش هم اسم پدر منه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه در زمانی که دنیا پر از جور و ظلم شده. اومدن در مقابل این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایات و جعلیات و خزعبلات و مزخرفات خودشون رو ساختن تا اولا این قضیه مهدویت رو به تمسخر بگیرن. همانطوری که میبینیم که روایت هایی رو که در کتاب هاشون، مثلا در همین کتاب کافی که ما داریم بررسی میکنیم باب کتاب حجتش رو، در باب فضایل قرآن، یعنی اومده این طرف فضیلت قرآن رو میخواد بیان بکنه، روایت آورده که قرآن اصلی 17,000 آیت هست و این قرآنی که در دست مسلمان ها هست تحریف شده. دقیقاً در مقابل نبوت امامت رو درست کردن، در مقابل قرآن اصلی قرآن محرف امام زمان رو تأسیس کردن، در مقابل امام زمان واقعی یا حضرت مهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اومدنش بشارت داده بودن، اومدن یک موجود خیالی رو درست کردن که به این وسیله در طول تاریخ جیب مردم رو خالی بکنن و مردم رو فریب بدن. جالب اینه که همین سلسله مدعیان دروغین مهدویت تا امروز هم ادامه داره. امروز هم میبینید که در همین ایران خیلی میان ادعای مهدویت میکنن و بعضیاشون میان اصلا ادعای همسری امام زمان و حضرت مهدی رو میکنن. این مشکل در طول تاریخ بوده و بعد از مرگ هر امامی وقتی که ایشون از دنیا میرفتن عده‌ای میومدن و ادعا میکردن که ایشون مهدی بودن و از دنیا نرفته و نمرده، بلکه ایشون رو الله سبحانه و تعالی به پیش خودش برده و در آخر زمان دوباره برمیگرده و این همون مهدی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اومدنش بشارت دادن. بعضی از این اماما رو حتی در زمانی که زنده بودن و در زمان حیاتشون در مورد اینا ادعای مهدویت شده. خلاصه این بازار تاجران دین فروش از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که منافقین در مدینه ظهور کردن شروع شد و تا امروز هم عده‌ای خواستن که به نام دین تجارت بکنن، به نام دین مردم رو فریب بدن که آخرش همین نظام منحوس ولایت فقیه است در ایران که ادعای قائم مقامی امام زمان و مهدی موعود رو میکنه. جناب استاد در خدمت شما هستیم. موضوع امشب موضوع مهدویت و اینکه ادعا شده که امام موسی کاظم مهدی بوده. انشاءالله که موضوع داغی خواهد بود. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمندی که این برنامه رو دنبال کردند و حدود تقریبا یک سال، شاید بیشتر از یک سال هست که ما دلایل امامت ائمه اثنا عشر رو آغاز کردیم، اونها رو
بررسی میکنیم با اصول علمی و حتی اصولی که خود شیعه اونها را تدوین کرده و رسیدیم به باب امامت و یا اشاره و نص بر موسی بن جعفر رحمت الله علیه. یک تفاوتی رو که در میان مسلمانان وجود دارد، اعتقاداتی رو که عموم مسلمانان دارند با اعتقادی که شیعه در مورد امامت ائمه اثناعشره دارند و این را یک اصلی از اصول ایمان یا از اسلام یا حداقل یکی از ضروریات و اصولهای مذهب شیعه اثناعشری رو برشمردند که هر کسی که با هر عنوانی و با هر مذهبی که باشد به حتی یکی از ائمه 12گانه شیعه را قبول نکند در واقع خارج از اسلام هست و کافر و مرتد شمرده می شود و بر این مبنا و به خاطر غصب خلافت به تعبیر آقایان اومدند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را کافر گفتند، مجبور شدند که تا سرحد قائل شدن به تحریف قرآن پیش بروند. صدها و هزاران روایت جعل کردند که نام علی و نام ائمه در قرآن بوده، بحث امامت در قرآن بوده، اما همین صحابه به تعبیر آقایون مرتد و کافر اومدند قرآن رو تحریف کردند، نام ائمه اهل بیت را از قرآن حذف کردند یا تغییرات دیگری که به نفع در واقع حکام زمان بوده در قرآن ایجاد کردند. اما تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی وقتی که ما میاییم بررسی میکنیم اصول دین خودمان را که امروزه اصول دین شیعه و سنی چی هست، به صورت کلی تمام مسلمانان تمامی اصول دین، چیزهایی که به عنوان اساس اعتقادات یا اساس عبادات در دین مبین اسلام اهم در مذهب شیعه و در مذهب اهل سنت و الجماعت مطرح شده به استثنای مسئله امامت. به استثنای مسئله امامت تمامی اصول اعتقادی و اصول شرعی مسلمانان در واقع دلیل قانع کننده و دلیل محکمی دارند از آیات قرآن که صراحتا در قرآن کریم بیان شده و بعد از آن روایات صحیح و صریح در واقع هم صحیح و سند هستند و هم صریح و دلاله هستند و چه بسا در حد تواتر هم هستند. تمام این موارد در حد تواتر هست. به طور مثال اصول اعتقادی اسلام رو مثلا اگر بررسی بکنیم که ایمان به الله متعال هست، ایمان به فرشتگان هست، ایمان به کتابهای آسمانی هست، ایمان به پیامبران الله متعال هست، ایمان به روز قیامت هست و ایمان به تقدیر هست که 6 اصل و 6 پایه ایمان هستند. اصول ایمان و پایه های ایمان هستند. تمام اینها دلایلشون در قرآن خیلی واضح و آشکار هست و در سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار فراوان در این زمینه دلایل قطعی و ثبوتی داریم و صریح و دلالی داریم که جایی حتی به اندازه سر سوزنی جایی برای شک کردن در این زمینه وجود ندارد. از مرحله اعتقادی بیایم به مرحله عملی و فقهی و شرعی. اصول اسلام را که بنی الاسلام علی 5 که شیعیان رو تحریف کردند که ولایت را بر این هم اضافه کردند، میبینیم که در این زمینه آیات قرآن کریم کاملا صراحت دارند، بدون هیچ گونه اغماضی در دهها و صدها آیه این مسائل بیان شده و در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده روایات صحیح و صریح فراوانی در این زمینه ما داریم. اصول اسلام یا پایه های اسلام شهادتین هستند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد از آن نماز هست، زکات هست، روزه هست و حج هست. این 5 اصل اسلام که ارکان اسلام شمرده می شوند در اینها هیچ گونه اختلافی در طول تاریخ رخ نداده. در طول تاریخ در میان هیچ کدام از فرقه های اسلامی اختلافی در این زمینه رخ نداده. در صورتی که شیعه اومده و معتقد هستند که ولایت درجهش از نماز و روزه و زکات و حج و بقیه موارد بالاتر هست. ولم یناد بشیء مثل ما نودی للولایه که برای ولایت به اندازه تبلیغ شده که برای بقیه احکام و بقیه اصول و پایه های دین در واقع تبلیغ نشده. اما واقعیت تلخی رو که ما میبینیم در مورد امامت اختلافهای خیلی زیادی وجود داره.
در مورد هر کدام از ائمه اختلاف وجود داره. بعد از وفات هر امام پیروان خود آن امام، فرزندان آن امام دچار شک و دچار تحیر می شدند، فرقه های متفاوتی به وجود می آمد و در هیچ موردی از این موارد در بعد از هیچ امامی بلا استثناء بالاتفاق تمام شیعیان یا پیروان امام قبلی به امام بعدی معتقد نبودند. به تعبیر دیگر ما در میان فرقه های شیعه بعد از حضرت علی، بعد از حسن، بعد از حسین تا میرسیم به امام 11، قبل از امام 11 و تا زمان امام 11 فرقه‌ای به عنوان فرقه اثناعشری وجود نداشته. این گونه نبوده که بعد از علی رضی الله تعالی عنه چندین فرقه بشوند، یک از این فرقه ها بشود شیعه اثناعشری منتظر امام مهدی و ائمه دیگر باشند. بعد از امام جعفر صادق رحمت الله علیه مثلا همه یا یکی از فرقه ها که باشند که معروف باشند به فرقه اثناعشری، اون فرقه ای که بعد از امام جعفر صادق معتقد به امامت موسی و موسی کاظم هستند، اینا معروف هستند به موسویه، به اثناعشری معروف نیستند. بدین معنی که امامت اثناعشر تا در زمان هیچ یکی از ائمه گذشته شیعه به عنوان یک اصلی از اصول دین یا از اصول مذهب مطرح نبوده. هیچ امامی از ائمه شیعه اثناعشر ادعا نکرده که ما شیعه اثناعشری هستیم و هیچ یکی از راویان و از اصحاب ائمه اثناعشر ادعا نکردند که ما شیعه اثناعشری هستیم، که مشخص باشه که امام بعد از این امام چه کسی هست. بلکه برعکسش جابر و 12 امام و این همه تفاسیری که در این مورد اومده و اسمای ائمه در قرآن بوده، تمام این روند امامت و اختلافاتی که به وجود آمده و تضاد و تناقضی که در روایت وجود داره دلیل بر این هست که تمام اینها ساختگی هست و به هیچ عنوان نمیتوانند که مستند حتی یک حکم فقهی بشوند، چه برسد به یک حکمی که در باب اعتقاد و در واقع اصول دین مبین اسلام هست. پس بنابراین در این مقدمه من میخوام که به این مسئله برسم که به همان گونه که در مورد امامت موسی کاظم روایاتی رو جعل کردن که این روایات رو ما در هفته گذشته به بینندگان عزیز من نمایش دادم از کتاب اصول کافی که از میان 16 روایت فقط یک روایت به تصریح آقای مجلسی روایت صحیح است و این ندرت روایات برای اثبات امامت اختصاصی هر یک از ائمه اثنا عشر، این یک موردی هست که به تصریح آقای علامه یا آیت الله محسنی این عمومیت دارد بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه تا زمان امام 12مشون که من این مطلب رو خب بارها خدمت بینندگان عزیز من نمایش دادم. سوال اینجا هست که همون افرادی که اومدند روایت ائمه اثنا عشر رو نقل کردند، منظورم روایاتی هست که بعد از هر امام استدلال می شود برای امامت امام بعدی، همین راویان با همین گستردگی روایاتی رو نقل کردند مبنی بر این که امام موسی بن جعفر، امام موسی کاظم، ایشون مهدی آخر الزمان هست. عجب. بله، عرض کردم که روایات متعددی در همان حجم روایات اثبات امامت امام رضا، به همون اندازه‌ای که برای اثبات امامت امام رضا روایت وجود داره، برای اثبات امامت دایمی و مهدی بودن امام موسی کاظم روایات زیادی نزد شیعه وجود داره. الان این دو گروه روایات رو، یک گروه روایاتی که مهدی بودن موسی کاظم را ثابت می کند و گروه دیگری که امامت امام بعد از موسی کاظم را، امام رضا را ثابت می کند، اینها رو ما در ترازوی نقد قرار بدیم. کدام یک از این دو گونه و دو طیف روایات برتری و ارجحیت دارند؟ و اون روایت هایی که ادعا می کنند که روایت های صحیحی هست که در اثبات 12 امام اومده، اون که دیگه یک مشکل بزرگ دیگه میشه که 12 تا امام اسمش ذکر شده و تصریح شده بر امامت اینا. پس آدم نمیدونه که کی رو راستگو بگه، کی رو دروغگو بگه. تمام روایاتی که در اونها اسم اثنا عشر اومده، یعنی تصریحاً بیان شده که امام اول، دوم، سوم تا امام 12 نام ائمه ذکر شده، اینها قطعاً و 100% دروغ هست به دلایل متعددی رو داره. دو مورد به اعتقاد خود شیعه که اعتقاد دارن به بدا،
بدا یعنی ظاهر شدن، حاصل شدن یک امری که قبلا در واقع پنهان بوده. گویا که نسبت میدهند به الله متعال که یک چیزی رو قبلا نمیدانسته، معنی اصلش این هست قبلا نمیدونسته، الان الله متعال نظرش عوض شده. شیعه بلا استثناء معتقد هستند که در باب امامت حداقل 2 مرتبه بدا حاصل شده. 2 مرتبه بدا حاصل شده. یعنی میخواید بفرمایید که حتی برای اثبات این دروغ هاشون ذات اقدس الهی را حاضرن که زیر سوال ببرن. قطعاً این به قول سلیمان ابن جریر میگوید که شیعه 2 تا گزینه برای خودشون انتخاب کردند که به هیچ عنوان در هیچ جا گیر نیفتند، منفذی و جای خروجی از این چالش داشته باشند. یکی تقیه هست. 1000 تا روایت هم شما بیارید که صحیح باشه، صریح باشه، در علیه شیعه باشه، به نفع اهل سنت و الجماعت باشه، امام تقیه کرده، خیلی راحت. اگر به یک جای رسیدید که اصلا نه جای برای تقیه کردن باشه، نه منفذ دیگری داشته باشه، خب نظر الله عوض شده، بدا صورت گرفته. خب شما در تمام روایات ائمه اثنا عشر آوردید که امام هفتم شما موسی کاظم هست، در صورتی که به اتفاق شیعه امام جعفر صادق در ابتدا فرزندش اسماعیل را به عنوان امام بعد از خودش تعیین کرد. وقتی که اسماعیل قبل از پدر فوت کرد، همه گفتند الان بدا حاصل شده. بدا حاصل شدن معنیش این است که الله متعال قبلا اعلام کرده باشه که امام هفتم اسماعیل ابن جعفر هست، یا امام 11 فرض کنیم که محمد ابن هادی هست، و بعد از این نظر الله متعال عوض شده. الان گفته که نه، اون لوح جابری که قبلا بوده، اون روایتی قبلا بوده که اسم اسماعیل بوده، اسم سید محمد بوده که برادر حسن عسکری بوده، اونها اون پرونده غیر معتبر است، اون بخشنامه رو فعلا عمل نکنید، یه بخشنامه دیگه بیاد. یعنی پاک کنی به اسم بدا درست کردن، هر جا که خواستن پاک میکنن اسم دیگری می‌نویسن. این معلوم میشود که این روایات جعلی هست، زیرا که شما معتقد هستید که قبل از اینکه بدا صورت بگیره اسماعیل ابن جعفر امام بوده، سید محمد فرزند امام دهم شما امام بوده، اما بعداً بدا صورت گرفته و اسمشون در واقع عوض. مگر اینکه معتقد بر این باشند که همین لوح جابری هم وجود داره، این روایتی هم وجود دارند، اینها خود به خود اتوماتیک عوض شدن در کتاب‌های شیعه. به محض این که نظر الله متعال در عرش عوض شده، این کتابا ما هم عوض شد. قبلا تو این روایات مثلا همون اسماعیل ابن جعفر بوده، نظری که خداوند متعال که برگشت، که روایات ما خود به خود تغییر پیدا کرد و اصلاح شد. به هر صورت در مورد امامت 1001 علامت سوال و چرایی و چگونگی در واقع وجود داره. ولی یک مشکل دیگری که الان تو قضیه بدا صورت گرفت این بود که بدا به قول اینا صورت گرفت و به جای اسماعیل از دنیا رفت، گفتن که عده‌ای گفتن که این مهدی بود، عده‌ای هم گفتن نه، امامت همینجا تمام شد. مثل شیعیان اسماعیلی که امروز در تاجیکستان، افغانستان، قسمت‌هایی از هند و پاکستان هم وجود دارن. یعنی عملا این قضیه امامت سبب این همه بدبختی برای انسان‌ها شده. یکیش همین فرقه‌های مختلفی که وجود داره. این سرنوشت این اسماعیل چی خواهد شد؟ قطعا اگر امامتی وجود می داشت، در قرآن بیان می شد، در احادیث صریح بیان می شد، اگر ائمه معتقد به امامت ائمه اثنا عشر بودند از بعد از رسول الله تا پایان قیامت، به هیچ عنوان این همه اختلاف به وجود نمی آمد. منشأ این اختلافات همش این بوده که این مسئله امامت واضح نشده. برخلاف ادعایی که ولم یناد بشین مثل ما نودی للولایه، برخلاف این ادعا مسائل امامت کاملا پوشیده بوده، بلکه حتی نزدیکان و فرزندان ائمه نمیدونستند که امام بعد از این امام موجود در واقع چه کسی هست، و این دلیل بر بطلان اصل امامت هست در مذهب شیعه. الان عرض کردم که در مورد روایات متعدد و متضادی که در این زمینه وجود داره، عرض کردم به گستردگی روایات امامت امام رضا، به همین گستردگی روایاتی وجود دارد که امام موسی کاظم آخرین امام و امام مهدی موعود هست و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. الان نکته‌ای که من میخوام خدمت بینندگان عزیز مطرح بکنم در این برنامه این است که ما ببینیم روش علمای شیعه برای پاسخ گفتن به روایاتی که به مذاقشون خوش نمیاد چگونه این روایات رو رد میکنند.
با چه ترفندی، با چه اصلی، با چه معیاری میخوان این روایات را رد بکنن. این دو معیار رو من در اینجا در این برنامه که خودشون مطرح کردند و با این معیار این روایات رو نقد کردند، این دو معیار رو برای بینندگان عزیز من عرض میکنم و بعد با همین دو تا معیار میریم رو سراغ روایات امامت موسی کاظم و بعد از آن امام رضا رحمت الله علیهما. مطلب اول و معیار اولی که آقای طوسی در پیش گرفته در رد این روایات، میگه این روایات خبر واحدند. این روایات خبر واحدند. اینو از کتاب خود آقای طوسی من خدمت بینندگان نمایش میدم. این یک مطلب. مطلب دیگری که آقای آیت الله محسنی در پیش گرفته که ایشون کتابی داره در باب حدیث و درباره علم رجال، مطلبی که ایشون در پیش گرفته گفته که وقتی که روایات صحیح و سند و معتبری در یک باب، ولو اینکه روایات کمی باشه یا متعددی باشه، وقتی که روایت صحیح و معتبری در یک باب وجود نداشته باشد، پس بنابراین ما وجه مشترک تمام روایات رو میگیریم. وجه مشترک تمام روایات، هر یک از این روایات دروغ میگن، 10 نفر دروغگو بوده، 100 نفر دروغگو بوده، این روایات به هر یک علاهده و جداگانه اعتبار ندارند، روایات غیر معتبرند. نگاه میکنیم که این 100 تا دروغگو در کدام نقطه با همدیگر متفقند و نظرشون یکی است، ما میگیم که اون یکی درست است. این دو مطلب رو من در دقیقاً جناب استاد موقعی که حدیث متواتر رو داشتیم بررسی می‌کردیم، حدیث متواتر در نظرش این که در طول تاریخ اومده باشن همه دروغ گفته باشن و همه این دروغ رو تکرار کرده باشن، در اون صورت میشه حدیث متواتر. در صورتی که یکی از شرایط متواتر این است که در تمام طبقات سند متواتر باشه، در تمام طبقات سند، یعنی فلانی از فلانی، فلانی از فلانی تا امام معصومشون که میرسد یا تا حدیث به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، تا در تمام ادوار و در تمام اعصار راویان زیادی این روایت رو نقل کرده باشند که به هیچ عنوان تبانی اونها و همدست شدن اونها برای دروغ گفتن امکان پذیر نباشه، از نظر عقلی امکان نداشته باشه. این میگن روایت معتبر. من در اینجا برخلاف روشی که آقایون دارن در طرح مسائل در شبکه ولایت که معمولا میبینیم تلبیس میکنن، تدلیس میکنند، قطع و برید میکنند روایات اهل سنت و الجماعت را برای اینکه به هدف خودشون برسن، برخلاف این روش به اصطلاح غیر علمی، من اومدم از کتاب الغیبه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی که شیخ الطائفه هست، یا وقتی که میگن که شیخ در مذهب شیعه یعنی شیخ طوسی به صورت کلی هم. من اومدم روایات امامت دایمی و مهدی بودن موسی کاظم رو از کتاب الغیبه آوردم، از کتاب الغیبه طوسی. خب شاید شما من فکر می‌کردم که این کتاب رو ایشون در اثبات امامت امام 12 نوشته باشه. قطعا این گونه هست. عجب. قطعا این گونه هست. شاید تعجب کردی که من این روایات رو چرا از اینجا انتخاب کردم. علتش این هست که این روایات رو آورده نه به خاطر اینکه تأییدشون بکنه، به خاطر اینکه ردشون بکنه. این روایات رو آورده و تمام این روایات رو رد کرده. من قبلا عرض کردم هدف من این است که هم این روایات مطرح بشه و هم ردش مطرح بشه که با چه معیار اینها رو رد میکنن. برای این که شما حق رو از دست بدید کافیه که برای اون یک دفاع جاهلانی از حق انجام بشه، یک دفاع جاهلانه ناشیانی از حق انجام بشه. معنیش این است که در واقع این حق دلیل رو نداره. الان ببینید که دفاعیات آقای طوسی، بقیه علمایی که بعد از طوسی اومدند و در مرحله به اصطلاح پایینتری هستند، دو کتاب از کتاب‌های ایشون جز کتب اربعه هست، استبصار و تهذیب، جز برترین کتاب‌های شیعه هست که دو تاشون از این آقا هست که شیخ طوسی هست. در این کتاب 10 روایت را برای اثبات مهدی بودن موسی کاظم نقل کرده، روایاتی که واقفیه در واقع استدلال کردن، این روایت رو آورده نقل کرده برای اثبات امامت موسی کاظم. عرض کردیم در هفته گذشته که 16 روایت وجود داشت. در باب بعدیش که برای اثبات باب الاشاره و النص بر رضا هست، بازم 16 روایت وجود داره. درست. 16 روایت مجموعاً میشن 32 روایت. روایاتی که آقای طوسی به عنوان نمونه آورده
که مستدلها و دلایل واقفیه رو بیان بکند حدود 40 روایت هستند، یعنی بیشتر از روایات امامت موسی کاظم و امام رضا که در اصول کافی اومده. صحیح ترین کتاب در صحیح ترین کتاب. الان این روایت رو با هم دیگر یک مروری میکنیم به اضافه ردهایی که آقای طوسی بر این روایات داده. ببینیم که خود عمق روایت تا چه اندازه هست، وضاحت روایت تا چه اندازه هست و رده هایی که آقای طوسی بر این روایات زده چقدر رده های سبک و در واقع غیر علمی و غیر قابل قبولی هست. دوستان اگر این دوربین رو فعال بکنند، کتاب الغیبه، من پرینت گرفته از این کتاب الغیبه هست، تالیف العالم الربانی شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی قدس سره، و منشورات فجر هست، کتاب الغیبه، شبکه فکر، و این هم که مشخصات کتاب که در بیروت چاپ شده، مکتبه توزیع مکتبه آداب الشرقیه الی آخر، و مؤسسه‌ای که این کتاب را در واقع چاپ کردم. در این کتاب در صفحه 39 الکلام فی الواقع نوشته که همون فی الواقفه هست در اینجا در مطلب درسته، الکلام فی الواقفه. در اینجا یک مطلبی را آورده و یک اعتراضی رو در اینجا اومده و مطرح کرده که اگر به شما گفته باشند که شما چگونه این اخبار را قبول میکنید، کیف تعولون علی هذه الاخبار و تدعون العلم بموته، شما شیعیان موسوی، یعنی شیعیانی که معتقد به امامت رضا بودید، نه اینکه موسوی، کسانی که معتقد به امامت امام رضا هستی، شما از کجا میخواهید که وفات موسی کاظم را ثابت بکنید، در صورتی که واقفه، یعنی اونهایی که توقف کردند بر امامت موسی کاظم، اونها روایات زیادی رو دارند که اثبات میکند که موسی کاظم در واقع از دنیا نرفته. جواب میدهد که بعد از این وقتی که این روایات رو میآورد پاسخ میدهد و در ادامه میگه فاما ما ترویه الواقفه فکلها اخبار و آحاد لا یعضدها حجة. روایاتی که واقفیه اومدند نقل کردند اینها اخبار آحاد است، یعنی متواتر نیست. اخباری که واقفیه روایت کردند خبر واحد هستند و متواتر نیستند، پس بنابراین هیچ گونه حجتی در اینها نیست. ولا يمكن ادعاء العلم بصحتها و مع هذا فالروات لها مطعون عليهم لا يوثق بقولهم ورواياتهم و بعد هذا كله فهي متعبلة. اولین ردش اینا خبر واحد هستند، پس بنابراین اینا که مفید علم نیستند، و مطلب دوم که راویانش مطعون هستند، مطلب سوم این که اینها تعویل دارند، ما اینها رو تعویل میکنیم. الان در صفحه 40 این باب در اینجا میگه و نحن نذکر جملا مما رواه و نبین القول فیها، ما یک بخشی از روایاتی رو که ذکر میکنه، یک آقای کتابی نوشته برای اثبات مذهب واقفه و روایت رو در اونجا آورده. در آقای طوسی میگه که و نحن نذکر جملا مما رواه، ما یک بخشی رو از روایاتی که این آقا آورده در کتاب خودش اینها را ذکر میکنیم و نبین القول فیها، و که وجه صحت رو و جواب خودمون رو، رد خودمون رو در این مورد ذکر میکنیم. روایت اولین میگه سمعت ابا عبدالله که با سندی که از اونجا آورده میگه که لا ینسجنی والقائم ابون، که امام ابو عبدالله گفته که در میان من و در میان قائم هیچ پدری وجود ندارد، یعنی من پدر مباشر و مستقیم امام مهدی هستم. در میان امام ابو عبدالله جعفر صادق و مهدی قائم آل محمد هیچ گونه پدری وجود ندارد، یعنی این که مهدی مستقیما فرزند جعفر صادق هست. در اینجا این من فعلا اجازه بدید که فقط خود روایات رو مطرح بکنم خدمت بینندگان عزیز و بعدا انشالله میپردازیم به خود جوابی که آقای طوسی داده. اگر دوستان عزیز این دوربین رو فعال بکنند، من خود روایات رو با رنگ نارنجی مشخص کردم و جوابیه های آقای طوسی رو با رنگ زرد هست. خود اصل روایات نارنجی هست و پاسخ و ردیش با رنگ زرد هست. این روایت اول هست. روایت دوم
باز هم از یزید سائق با همون سندی که در اینجا آورده میگه زمانی که برای امام ابو عبدالله ابوالحسن متولد شد، امام موسی کاظم متولد شد، میگه من برایش چیزی رو ساختم که بردم یک لوازمی رو و که به عنوان آرایش بود، اینا رو درست کردم بردم و هدیه دادن به ایشون. امام ابو عبدالله گفتن قال لی یا یزید اهدیتها والله لقائم آل محمد، اینها رو به قائم آل محمد شما چیکار کردی؟ هدیه دادی. یعنی یک فرزندش ابوالحسن کاظم می شود مهدی آل محمد. و در روایت بعدی، روایت سوم هست، میگوید که سمعت ابا جعفر، از امام ابو جعفر شنیدم که ایشون میفرمودند که ان الله استنقذ بنی اسرائیل من فرعونها بموسی بن عمران، الله متعال بنی اسرائیل رو با موسی ابن عمران نجات داد. و ان الله مستنقذ هذه الامه من فرعونها بسمیه، الله متعال این امت را با همنام موسی نجات خواهد داد. در میان ائمه 12 امامی که اسمش موسی باشه غیر از موسی کاظم وجود ندارد. روایت چهارم حنان ابن سدیر یا سدیر میگوید که با سند با روایت طولانی هست که در آخر میگوید که قال بلغنی فی الحدیث ان الله عرض سیرت قائم آل محمد علی موسی بن عمران، که خلاصه این روایت این است که الله متعال سیره قائم آل محمد را بر موسی بن عمران عرضه کرد و حضرت موسی علیه السلام گفت که ای الله این امام مهدی رو از بنی اسرائیل بگردان، اجعله من بنی اسرائیل. الله متعال گفت که نه، این امکان پذیر نیست که مهدی آخر الزمان از بنی اسرائیل باشه. گفت که پروردگار پس مرا از انصار مهدی قرار بده. امام حضرت موسی میگوید فقیل له لیس الی ذلک سبیل، این هم امکان پذیر نیست. فقال اللهم اجعله السمی، الان این همه امکان پذیر نیست، حداقل مهدی آخر الزمان هم نام من باشد. فقیل له اعطیتک ذلک، این مورد رو به تو داد. این قبول کرد الله متعال که مهدی آخر الزمان اسمش موسی باشه. روایت پنجم از ابو جعفر نقل شده یقول ان الله تعالی عرض سیرت قائم آل محمد علی موسی بن عمران و ذکر الحدیث، این حدیث رو دوباره به همون کیفیتی که در اول هست اینو در واقع مطرح کرده. و در روایت ششم میگه که حضرت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني. حضرت علی میگوید اگر این دنیا آخر بشه، الله متعال اگر یک روز هم باقی بماند این روز را طولانی میکند تا اینکه الله متعال یک فردی رو از ذریه من مبعوث میکند که دنیا را پر از عدل و داد میکند، همون گونه که پر از ظلم و ستم شده. قال ابو جعفر نعم قال فانت هو، ابو جعفر گفت که بله این مطلب راسته. و اون سوال میکنه آیا تو هستی؟ این به امام ابو جعفر میگه قال لا ذاک السمی فالق البحر، اون کسی که دنیا را پر از عدل و داد میکند هم نام اون کسی هست که دریا را شکافت، یعنی حضرت موسی علیه السلام. روایت هفتم سمعت علی ابن الحسین و هو یقول، که از علی ابن حسین روایت شده که قارون لباس سرخ میپوشید و ان فرعون کان یلبس السود، فرعون لباس سیاه میپوشید و موهای خودشان را دراز میکردند. الله متعال موسی را فرستاد و ان بنی فلان در پایین نوشته یعنی بنی عباس، یعنی بنی عباس. و این بنی عباسی ها لبس و سواده، شعارشون پوشیدن سیاه هست. ورخ و شعور، موهایشون رو دراز کردن. و ان الله تعالی مهلکهم بسمیه، همان گونه که الله متعال فرعون را با موسی هلاک کرد، این بنی عباس را هم با سمی موسی یعنی موسی بن جعفر هلاک میکند. روایت هشتم تذاکرنا عنده القائم فقال اسمه اسم حدیدة الحلاق، همین سند قبلی میگه اسم مهدی اسمش هم نام تیغ آرایشگر هست، تیغ آرایشگر که در زبان عربی به اصطلاح موسی یعنی استره رو میگفتن، یا امروز هم که به تیغ به زبان عربی میگن که موس، یعنی از همین که هم اسم میگه که هم نام مهدی نام در واقع تیغ آرایشگر هست، یعنی موسی هست اسمش. روایت نهم قال ابو عبدالله ابن هذا یعنی ابوالحسن، امام ابو عبدالله فرمودند که این فرزندم یعنی ابوالحسن هو القائم،
و هو من المحتوم، این از محتوم هست، یعنی قطعی و 100% هست که این فرزند من قائم هست. این در اینجا میگه هو القائم، قائم هست، نمیگه که قائم من قوام اهل البیت، این قائم این هست و این از محتوم هست، یعنی که 100% و قطعی هست. و هو الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، همین فرزند من هست که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. روایت دهم عبدالله ابن سنان میگه قال سمعت ابا عبدالله یقول من المحتوم ان ابنی هذا قائم هذه الامه، این فرزندم قائم این امت هست. و صاحب السیف، صاحب شمشیر از کسی که شمشیر میکشد. و اشار بیده الی ابنه الحسن. روایت بعدی به هم صورت رو می آورد که لا یأتون علی شیء الا حده قال جعلت فداک نعم هذا یا ابا الولید یملأها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا، که اشاره به موسی کاظم هست. و روایت این 12 فإن که یک شعری رو در اینجا خوانده، میگه انشدت ابا عبدالله هذه القصیده فإن تکو انت المرتجى للذی نرى فتلك التي من ذی العلا فیک نطلبک، ما امیدوار هستیم که مهدی آخر الزمان شما باشی. فقال که امام ابو عبدالله فرمود لیس انا صاحب الصفت، من صاحب این صفت نیستم، این ویژگی مال من نیست، ولکن هذا صاحبها، صاحبش و اون کسی که این ویژگی رو دارد این هست. و با دستش اشاره کرد به فرزندش حسن. روایت 13 عنوان جوخی میگه قال دعلتو، میگه من و مفضل و یونس ابن زبیان و فیض ابن مختار و قاسم اینا شریک مفضل، میگه رفتیم نزد امام ابو عبدالله و فرزندش اسماعیل اونجا بود. الی آخر روایت طولانی هست. در موضع شاهد اینجا است قال ای والله ابنی هذا لا یخرج من الدنیا، این فرزندم یعنی موسی کاظم از دنیا نمی رود تا زمانی که دنیا را پر از عدل و داد بکند، کما ملئت ظلما و جورا، تا زمانی که دنیا را پر از عدل و داد بکند، همون گونه که پر از ظلم و ستم شده. روایت بعدی ابو عبدالله میگه ان صاحب هذا الامر یلی الوصیه و هو ابن 20، صاحب این امر یعنی قائم آل محمد این امامت بهش میرسه در سن 20 سالگی. و کسی که در سن 20 سالگی به امامت رسید موسی کاظم بود، زیرا که موسی کاظم متولد 128 هجری هست و امام جعفر صادق متوفای 148 هست، یعنی 20 سال بعد به امامت رسیدن. و روایت 15 میگه قال بعث الی العبد الصالح، داود ابن زربی میگوید که عبد صالح کسی رو فرستاد دنبال من. و روایت طولانی هست که روایت بعدی میگوید که مثل که 40 روایت رو میخواید بخونید. من به خاطر اینکه نشون بدم که چقدر روایت وجود داره، چقدر روایت 16 میگه که حضرت علی میگفتند که گویا من میبینم فرزند حمیده رو، حمیده مادر امام موسی کاظم هست، همون جریانی که تعریف کردیم در هفته گذشته که چگونه اونو پیدا کردن. قد ملأها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، که دنیا رو پر از عدل و داد میکنند. روایات متعدد و صریح در این زمینه وجود داره. باز هم از ابو عبدالله هست که فرزند حمیده دنیا را پر از عدل و داد می کند، که دنیا شرق و غربش در واقع تابع ایشون می شود. من شما خسته شدید از این روایت، من فقط تا آخرش اینو نمایش میدم که من چند روایت رو در اینجا یادداشت کردم. این روایت 39 هست، آخرین صفحه‌ای که من پرینت گرفتم روایت 39 هست از علی ابن رباط. هل سمع احد روى عن ابي الحسن انه قال علي ابن وصي او امام بعدی او بمنزلتی من ابي او خلیفتی او معنا هذا قال لا، میگه کسی شنیده که امام موسی کاظم گفته باشه که علی فرزند من هست، وصی من، امام بعد از من هست، این منزلتی رو که من دارم ایشون بعد از من داره، گفتند که نه چنین چیزی نقل نشده از یکی از روات. الان میپردازیم به ردیه‌ای که آقای طوسی در این روایات داده. ببینیم که خب این روایت حداقل 40 روایت رو خودش به عنوان گزیده اینا رو انتخاب کرده، نه اینکه تمام روایات اثبات مهدی بودن کاظم این 40 روایت هست. در اینجا میگه و نحن نذکر جملا مما رواه، یک تعداد، یک بخشی از این روایاتی رو که این آقا واقفی نقل کرده ما یک تعدادی رو از اینها نقل میکنیم، وگرنه روایت خیلی زیاد است. یعنی عادتاً قوی ترین روایات رو ذکر میکنن در مقام رد. در اینجا گفته بخشی رو رد کردند، یا قوی ترین رو، یا به هر صورت وقتی که رد بکنن این روش شیعه برعکس هست، این ضعیف ترین روایات رو که رد داره اونا رو میارن، اونهایی که قوی تر هست اونا رو ذکر نمیکنن. به هر صورت میگه که روایت اول میگه این خبر واحد هست،
متواتر نیست. پس خیلی راحت. روایت دوم مع کونی خبرا واحدا رجاله غیر معروفین، این هم خبر واحد، رجالش معروف نیستن. روایت سوم میگه فالوجه فیه ایضا مع انه خبر واحد ان الله استنقذهم بان دلهم على امامته. در روایت قبلی اومده بود که الله متعال این امت را، ببینید در اینجا میگه که و ان الله مستنقذ هذه الامه من فرعونها بسمیه، الله متعال این امت را از فرعون این امت توسط موسی نجات میده. در اینجا آقای توسی میگوید که اولا این خبر واحد هست و تعبیر دیگر این است که الله متعال اونها را نجات داده، به این معنی که ایشون امامتشون معرفی کرده، پس بنابراین نجات پیدا کردن. اگر واقعا امامت موسی کاظم مطرح نمیشد امت همه هلاک میشدن، یک امامی کم میشد، اما چون امامت بیان شده پس بنابراین الله متعال اونها را نجات داده. روایت بعدی و همین روایت این گونه هست و همچنین روایتی رو که در اینجا میگه که ان الله تعالی عرض سیرت قائم آل محمد علی موسی ابن عمران و ذکر الحدیث، میگه وقت تکلمنا علیه مع تسلیمی، با اینکه این روایت رو ما قبول بکنیم، میگه ما قبلا هم گفتیم که این روایت معتبری نیست. قال بلغنی فی الحدیث، در اینجا یک اشکالی که میگیره این روایت قبلی رو، میگه که این روایت از زبان معصوم نیست، روایت از معصوم نیست. میگه که انما یقوم بعد الامام الذي يسمى قائما وليس كل ما يبلغه صحيحا يكون صحيحا. میگه این چیزی که از چی شده این لانه لم يسنده الى امام، این روایت قبلی از امام نیست، اما همین سند رو با همین روایت رو با سند دیگر در اینجا آورده که اینو از امام نقل کرده، سمعت ابا جعفر. در اینجا دیگه خاموش شده آقای توسی و بحثی نکرده که این خب این روایت از امام معصوم هست، چطوری یعنی اینو رد کردنش و قبول کردنش. روایت ششمی باز هم میگه که خبران واحد، خبرا واحدا و ان لسمی فالق البحر ان يقوم بالامر و يملأها قسطا و عدلا ان مكن من ذلك. این تعبیرش واقعا جالب است. توجیه که میگه در این روایت اومده که حضرت علی رضی الله تعالی بر منبر کوفه گفتند که اگر یک روزی هم از دنیا باقی مانده باشد الله متعال این روز را طولانی میکند تا اینکه یک فردی از فرزندان من بیاد و دنیا را پر از عدل و داد میکند. ابو جعفر میگوید که سوال کرد از ابو جعفر که شما هستی؟ قال لا ذاک سمی فالق البحر، اون کسی که میاد و این امت رو عدل و داد رو ایجاد میکند اون همنام فالق البحر است، یعنی موسی ابن عمران هست. در اینجا آقای توسی میگه که نه، اولا این خبر واحده، ثانیا بعد از این که خبر واحد هست منظور این است که بالفرض اگر موسی کاظم مهدی میشد بهش فرصت میدادن همین کارو میکرد که مهدی آخر الزمان میکنه. بالفرض اگر بهش اجازه میدادن همین کار رو انجام میداد، بهش اجازه ندادن پس بنابراین این حدیث ما عمل بهش نمیکنیم. یعنی به این معنی که الله سبحانه و تعالی کسی رو برای یک وظیفه آماده کرده، ساخته، فرستاده، اما اجرای این وظیفه رو منوط بر این قرار داده که اگر مردم خواستن به تو اجازه دادن برو این کارو بکن، اگر نذاشتن دیگه ببین این یک وعده ای هست که امام ابو جعفر گفته اون کسی که میآید و این امت رو رهایی میبخشد، عدل و داد رو میآورد، سمی موسی، همنام موسی فالق البحر است. این وعده الله متعال هست که این کار در واقع انجام میگیره. الان آقای توسی میگه که نه، اگر که بهش اجازه میدادن این کار رو میکرد. خب الله متعال گفته و امام معصومتون گفته که نام مهدی، اون کسی که عدل و داد رو ایجاد میکند، نامش موسی هست. این به هیچ عنوان این توجیه قابل قبولی نیست. و همچنین در روایت دیگر هشتم میگه که ما در مورد قائم صحبت میکردیم که در واقع ایشون گفتن نامش همون نام حدیده حلاق هست و تیغ هست که موسی هست. میگه که فالوجه فیه بعد کونی خبرا واحدا ما قدمناه من ان موسی هو المستحق للقیام بعد ابیه، معنیش این است که موسی کاظم بعد از پدرش امام میشود. و تمام این روایات را که در اینجا ذکر شده شما اگر نگاه بکنید فالوجه فیه ما ایضا ما قدمناه. و همچنین در اینجا بعدی میگه که من ان صاحب هذا من ولده، در اینجا میگه که من ولدی، وقتی گفتند که از این هست که به اصطلاح که امام ابو عبدالله گفتن لیس انا صاحب هذا الصفه ولكن هذا صاحبها، اشاره کرد میگه من نیستم، من اون کسی که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه من نیستم، این هست. آقای توسی میگه که نه، وقتی گفته این هست این از فرزندان این هست، منظور خود ایشون نبوده. و همچنین تمام این روایت رو، یعنی توجیهاتی که در اینجا آورده، این 40 روایت رو در اینجا آورده و ذکر کرده، توجیهش این است که آقا این خبر واحد هست و ما نمیتونیم بر خبر واحد اینو قبول بکنیم. اضافه بر این
تعبیرش این است اگر به موسی کاظم اجازه داده میشد که مهدی آخرالزمان میشد، خب این کار رو انجام میداد، اما به ایشون اجازه نداده. این توجیه خیلی رکیک و خیلی سبک و ردیه بسیار در واقع سستی هست که به هیچ عنوان قابل قبول در رد چنین روایاتی نیست. اضافه بر این که از نظر کثرت این روایات زیادی هست، اون گونه که خود آقای طوسی در کتاب الغیبه حداقل 40 روایت رو ذکر کرده به عنوان دلیل کسانی که معتقد به مهدی بودن امام موسی کاظم بودن. خب الان این مطلب رو اینجا میگذاریم کنار. بعد از این میریم روی سراغ روایاتی که در مورد امامت ائمه اثنا عشر هست، روایت ائمه اثنا عشر هست. در اینجا من بارها اینو نشون دادم از کتاب بحارالانوار، مشرع بحارالانوار. این آقای طوسی که ادعا میکند که این روایات واحدی هستند، خبر واحد هستند و معتبر نیستند، من سوال میکنم از طوسی که خودش مرده و از دنیا رفته، تمام علمای شیعی که امروز وجود دارند بلا استثناء بیاورند برای ما در مورد حسن، حسین، زین العابدین و تمام ائمهشون تا امام 12مشون روایت متواتری رو پیدا بکنند برای اثبات امامت هر یک از این ائمه که میخواهند، بیان فقط یک روایت متواتر رو ثابت بکنند. در مورد اثبات امامت ائمه اثنا عشر روایت متواتر وجود ندارد. چگونه آقای طوسی اومده به دلیل این که این روایت متواتر نیستن اینها رو رد کرده؟ اگر این ملاک هست، پس بنابراین تمام روایات اثبات امامت ائمه‌تون را باید چیکار بکنید؟ رد بکنید. و این اعتراف دیگری هست که آقای آیت الله محمد آصف محسنی این اعتراف را در کتاب مشرع بحارالانوار در واقع انجام داده. این آقای محسنی شیعه است جناب استاد؟ شیعه هست و منتها گاهی وقت واقعیت ها رو باید گفت. من میگم نکنه وهابی باشن این کتابا رو نوشته. شاید هم امروز و فردا بهش تهمت بزنند که ایشون وهابی هست. برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر من تمام روایات رو کردم. این مطالب را برخی رو من قبلا نشون دادم خدمت بینندگان عزیز، اما به خاطر اینکه مطمئن باشیم که یک در واقع اعترافی هست از خود علمای شیعه. خب باب امامت حضرت علی رضی الله تعالی، دوستان اینو نمایش بدن. اینم صفحه کتاب مشرع بحارالانوار هست و جلد کتاب و صفحه اول این کتاب هست و اینم جزء دوم این کتاب مؤسسه عارف للمطبوعات هست و اینم صفحه مشخصات این کتاب که نویسنده شیخ محمد آصف محسنی آیت الله محسنی هست. در اینجا در صفحه 90 جلد 2 صفحه 90 مطلبی را آورده در اینجا: ابواب النصوص علی امیر المؤمنین، ابواب نصوص بر امیر المؤمنین و نصوص علی الائمه الاثنا عشر، نصوصی که برای اثبات امامت علی اومده، برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر اومده. باب 40 نصوص الله علیه من خبر الله والخواتیم، نصوص الهی در مورد این ائمه بزرگوار. اقول فی الباب 22 روایه، در اینجا 22 تا روایت وجود داره از مصادر متعدده. ولیس فیها سند معتبر، ولیس فیها سند معتبر، در میان این 22 تا روایت سند معتبری وجود ندارد. این در مورد حضرت علی هست. این باب 40. در بقیه ابواب می آورد که روایات در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه زیاد هست. در مورد حضرت امام حسن مجتبی باب 14 هست. النص علیه صلوات الله علیه، جلد 2 صفحه 142 میگه فیه 4 روایات اولها معتبرتون سندا، 4 روایت وجود داره، فقط روایت اولش از نظر سندی در واقع معتبر هست. منتها در اینجا میگه فاذا کان صحت الامامت بالنص، اگر قرار باشه که صحت امامت رو با نص نزد شیعه امامی ثابت بکنیم، فمثل هذا النص الظنی لا یکفی لاثبات امامت امام، این نص ظنی برای اثبات امامت هیچ امامی کافی نیست. فانها لابد و ان یقطع بها، در مورد امامت ما باید قطعی باشیم. این خبر واحدی که وجود دارد، اخبار آحادی که وجود دارد ظنی هستند، اینها به هیچ عنوان دلیل بر امامت نمیشوند. و این مطلب رو من قبلا هم نشون داده بودم که و این میگه که و اشکال من هذا، مشکل تر از این مطلب این است که ان عدم کفایت نص الخاص، عدم وجود یا عدم کفایت نصهای خاص، دلایل و حدیثه های آیات قرآنی خاصی که برای ائمه باشند، لا یخص الحسن الزکی،
روایاتی که برای اثبات امامت ائمه کافی باشند این مخصوص امام حسن زکی نیست، بلکه برای تمام ائمه هست. بل یعم جمیع الائمه سوا امیر المؤمنین و القائم، بلکه برای تمام ائمه این وجود داره، یعنی برای اثبات امامت هر امامی به صورت جداگانه ما نص کافی نداریم. الاخر اینو کاملا توضیح میدهد که من فقط میخوام بگم که اشاره بکنم به این زمینه. و در مورد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه میگه که باب 24 صفحه 152 این کتاب هست، ابواب ما یختص به تاریخ الحسین ابن علی، باب 24 النص علیه بخصوصی، روایاتی که برای دلیل امامت حسین هستند. میگه فيه 3 روایات ضعیفه سندا فی الکافی، 3 تا روایت در اینجا وجود داره که صحیح ضعیف از نظر سندی در واقع ضعیف هستند که کافی اونها را نقل کرده. امام 4 شیعیان امام زین العابدین النصوص علی الخصوص علی امامته و الوصیة الیه، باب 2 این مورد هست در مورد زین العابدین. میگه فیه روایات یمکن الاعتماد علی المذکور به رقم 3، میگه روایاتی در این زمینه وجود داره که می شود که به شماره 3 اعتماد کرد. لوجه ذکرنا فی کتابنا بحوث فی علم الرجال، میشه که بر اون اعتماد کرد به خاطر اون مطلبی که ما در کتاب بحوث الرجال، بحوث فی علم الرجال در اونجا گفتیم که در اونجا میگه که این بازم قابل اعتبار نیست، فقط یک روایت در این زمینه وجود داره. در مورد امام باقر باب 4 هست النصوص علی امامت محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیه، فیه 7 روایات، در اینجا 7 تا روایت وجود دارند. و کأن الراوی الاول فی الروایت الاخیره از زهری، گویا که این روایت اول در روایت راوی اول در روایت آخری زهری هست. و فی ما قبلها مالک ابن اعین و هما من العامه و هذا عجیب. و علی کل به هر صورت روایات الباب غیر معتبره، روایات این باب در واقع روایات معتبری نیستند در مورد امام باقر. در مورد امام بعدیشون که امام کاظم هست همین مطلب را که باب 3 هست در اینجا میگه که النصوص علیه صلوات الله علیه الرقم المطبوع للروایات 46، میگه شماره ای که در کتاب بحار الانوار زده 46 روایت هستند، منتها روایت بیشتر از 46 روایت هستند که در اینجا اومده. از میان 46 روایت یا بیشتر از 46 روایت که در اینجا هست و المعتبر من روایات الباب ما ذکر برقم، روایت معتبری که در اینجا اومدن روایت 1، 21، 26 و 38 هست، یعنی 4 روایت از 46 روایت یا بیشتر فقط 4 روایت میگوید که معتبر هستند. و جالب اینجا است میگه که خب اشکالی ندارد که این روایات ضعیف و نامعتبری باشند. والعلم الاجمالی حاصل بصدور بعض هذه الروایات، علم اجمالی حاصل هست به صدور بعضی از اینها. حتی 40 حدیث که اومده حتما یکیش از امام هست، یکیشون باید معتبر باشه و ما باید اینو قبول بکنیم. در مورد امام بعدیشون که امام در واقع اینجا هست که رد بر واقفه، این نقطهش در اینجا جالبه. این 40 روایتی که من از کتاب غیبه توسی نمایش دادم اینها دلایل واقفه هست. واقفه یعنی گروهی از شیعیان که بعد از وفات امام موسی کاظم گفتند که ایشون همچنان امام هست، وقف کردن بر موسی کاظم و امامت امام رضا رو قبول نکردند. 40 روایت رو آورده بود آقای توسی که دیدی که ردیه‌هایی رو که داده بود به چه اندازه در واقع سبک و غیر قابل قبول بود. در اینجا هم آقای مجلسی در کتاب بحار الانوار یک بابی رو ذکر کرده، باب 10 هست رد و مذهب الواقفیت، برای رد کردن مذهب واقفیه. جالب اینجا است که میگوید که آقای محسنی میگوید که لعل فیه اکثر من 50 روایه، میگه شاید در این باب بیشتر از 50 روایت وجود داره برای رد واقفیه، رد اون کسانی که این روایت رو که من ذکر کردم اومده. میگه والمعتبرات منها سندا روایت علی ابن اسباط ذیل الرقم 9، اما روایتی که معتبر هست روایت 9 این باب هست. و همچنین روایت ابراهیم ابن یحیی شماره 10 و روایت 15 و روایت 16 و روایت 28. از 50 روایتی که در رد واقفی اومده نهایتا میگه 3-4 تا روایت بیشتر معتبر نیست. اگر اونها رو بررسی بکنیم که معتبر هست یا نیست اون یک بحث کاملا جداگانه است، اما نظر آقای در واقع محسنی هست. در مورد امام بعدیشون که امام رضا هست، در باب امامتش میگه که باب 2 النصوص علی الخصوص علیه صلوات الله علیه فیه 48 روایه، 48
48 روایت در اینجا روایت کرده. و المعتبرات منها، روایاتی که در این زمینه معتبر هستند شماره 3 4 17 24 30 و 43 هستند. از تمام این در واقع 48 روایتی که در اینجا وجود داره. بحث اینه که معتبر هستند یا نیستند اون یک بحث در واقع آیا عملا هم میتونند که در نقد روایی معتبر باشند یا خیر، اون یک بحث جداگانه هست. در مورد امام جواد میگوید که النصوص علیه فیه 26 روایت، 26 روایت در اینجا وجود داره. و المعتبرة منها ما ذکرت برقم 8 و 9 و 21 که 3 روایت از 26 روایت میگه که معتبر هستن. در مورد امام بعدیشون امام ابوالحسن ثالث میگه که النصوص علی الخصوص علیه که در این باب هست و در صفحه بعدی میگه که فیه 5 روایات، 5 روایت وجود داره. ثانیتها معتبرتون سندن، روایت پنجمش از نظر سندی معتبر هست. چند روایت؟ از 5 روایت هستند. میگه دومیشون از نظر سندی معتبر هست. در مورد امام عسکری روایت باب دوم هست النصوص علی الخصوص علیه فیه روایات، در اینجا روایاتی وجود داره. و المعتبرة منها ما ذکرت برقم 7 روایت هستند. منتها روایتی که معتبر از روایت 7 هست، فقط یک روایت. ولا یبعد حصول الاطمینان من مجموعها بصدور النص من قبله من الائمه سلام الله علیهم. روایتی که از ائمه قبلی اومده میشه که انسان قانع کرد به این که ایشون هم امام بودن. و روایت امام بعدی امام 12 ابواب النصوص من الله، در اینجا آیات معوله آورده. بقیام القائم فیه 66 روایت، 66 تا روایت هست. و المعتبرة منها ما ذکرت برقم 25. از 66 روایت یک روایت 25 میگه که معتبر هست. باب دیگری در مورد امام زمانشون ما ورد من اخبار الله و اخبار النبی، روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرق خاصه و عام اومده به اضافه در واقع اخبار الله متعال که الله متعال خبر داده. میگه المعتبرة من روایات الباب ما ذکرت به ارقام 9 به ارقام 10 16 و 20 رو در اینجا ذکر کرده. و اضافه میگه الرقم المتبوع للروایات 42 42 تا روایت میگه در این باب اومده. منتها روایات معتبرش 10 و 16 و 20 هستند. و موارد دیگری که در اینجا ذکر کرده و در واقع اینها رو آورده در اینجا. و جالب اینجا است که در کتاب بحار الانوار مواردی هست که در اینجا آمده چندین باب رو 5-6 باب رو پشت سر هم ردیف میکنه، باب فلان باب فلان باب فلان. میگه در آخر میگه که در این ابواب حتی یک روایت معتبر هم وجود ندارد. پس بنابراین الان برمیگردیم به اصل مسئله که در اینجا داشتیم. 6 روایت یک روایت، فقط یک روایت. الان بحث من این است که اگر آقای توسی با همین معیاری که روایات واقفیه رو نقد میکرد، اگر لله خالصا بیاد این روایات رو برای که اثبات امامت ائمه 12 هستند اینها رو نقد بکنه، چی میگوید؟ خب شما در اونجا گفتی اینا خبر واحده. خب تمام این روایاتی که در بحار الانوار اومده، در کتاب کافی اومده، همه اینها این روایت خبر واحد هست. و خبر واحد نمیتونه که دلیل بر عقاید باشه در مذهب شیعه. و جالب اینجاست که علامه هلی در اینجا ذکر کرده که در واقع در یکی از کتاب‌های خودش ذکر می‌کند که هم اصولی‌ها و هم اخباری‌ها در واقع متفقند بر اخذ اخبار آحاد. هم اصولی‌ها و هم اخباری‌ها میگه اتفاق نظر دارند که خبر واحد معتبر هست. خب اگر خبر واحد معتبر باشه، جواب آقای توسی رو شما چی میدهید؟ که این روایات رو همه رو رد میکند به این بهانه که آقا اینها خبر واحد هستن. یعنی جایی که به نفعشون باشه هر روایت رو قبول میکنه، ولو از هر کافر و زندیقی باشه. این روایت که اومده 40 روایت رو ذکر کرده، همه رو گفته با تیغ خبر واحد اینها رو زده. خب این روایاتی که در کتاب بحار الانوار اومده، در کتاب کافی اومده، همه اینا خبر واحد است. اگر واقعا معیار رد روایات خبر واحد بودن هست، تمام اینها رو باید چیکار بکنید؟ رد بکنید و هیچی که از اینا نباید مفید علم قطعی باشه. این بنابر معیار آقای توسی هست. بنابر معیار آقای علامه و آیت الله محسنی که میگه در این باب از 66 روایت فقط یک روایت صحیح است یا هیچ روایت معتبری وجود نداره، اما وجه مشترک این روایت رو ما باید قبول بکنیم.
خب همین حرف و یک شخص واقفی میاد و بیان میکنه که آقا این روایات اگرچه همشون روایات ها روایت خبر واحد باشند ولی اینکه معتبر نباشند از نظر آحادشون، منتها وجه مشترکش رو باید قبول بکنید. وجه مشترک این چه روایتی که در کتاب الغیبه اومده این است که موسی کاظم هنوز زنده هست و از دنیا نرفته و امام آخرالزمان موسی کاظم هست. حداقل این وجه مشترکش رو باید قبول بکنن. اما واقعیت و حقیقت همین چیزی است که شما بهش اشاره فرمودید. جایی که به نفعشون باشه خبر واحد معتبر هست، جایی که به نفعشون نباشه بخواند که روایت رو نقل بکنن میگه نه این خبر واحد هست برای ما قبول نیست و به هر صورت میگه که یک توجیهی دارند، یک توجیهی برای اون در واقع پیدا میکنن و این روایات رو نقل میکنن. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که روایاتی که در مورد مهدی بودن موسی کاظم هست نه از نظر عدد کمتر هست و نه از نظر محتوا کمتر از روایات اثبات امامت امام رضا نیست. اگر این هم معتبر هست اونها هم باید به طریق اولاتر معتبر باشه و اونها رو باید قبول بکنید و در این صورت امام مهدی شما موسی کاظم خواهد بود نه محمد ابن حسن عسکری. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی دیدید که چطور با اسلام بازی کردن و عقاید باطل خودشون رو برای ضربه زدن به دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آوردن. و یعنی شما فقط کافی است برید به کتاب فرق شیعه نوبختی، برید کتاب فرق شیعه نوبختی رو بخونید. امام علی وقتی از دنیا رفت گفتن که آقا این مهدی بوده، از دنیا رفته، در آخر زمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. امام حسین که از دنیا رفت، امام حسن، امام حسین تا امام 11 امام 12 هر کدومشون که از دنیا رفتن 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا فرقه اومدن، هر کدومشون به نوعی دین رو به اصطلاح تحریف کردن و مذاهب و افکار گوناگون برای خودشون درست کردن. با هم میان برنامه میبینیم و انشالله بعد از اون برمیگردیم با ادامه موضوع امام موسی کاظم و قضیه این که امام موسی کاظم امام هفتم یا مهدی و امام زمان. با ما همراه باشید. انکار کدام مهدی انکار نبوت است. امام صادق علیه السلام فرمودند من اقر به جمیع الائمه و جهد المهدی کان کمن اقر به جمیع الانبیا و جهد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوته. فرماید کسی که به همه ائمه ایمان داشته باشه اما امام عصر رو و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انکار کند و قبول نداشته باشه، مثل کسی است که همه انبیا رو قبول داره ولی پیامبر اسلام رو قبول نداره. یعنی اینها در این موازنه قرار دارن. یعنی همون نقشی که نبوت پیامبر اکرم در تکمیل رسالت انبیا و اتمام اون داشته، همین نقش را امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در تکمیل و اتمام ولایت معصومین علیهم السلام دارد. بنابراین کسی که امام عصر رو انکار بکند، مهدی را انکار بکند، مثل کسی است که پیامبر رو انکار کرده در قبال انبیای دیگر. بنابراین کسی که امام عصر رو انکار بکند، مهدی را انکار بکند، مثل کسی است که پیامبر رو انکار کرده در قبال انبیای دیگر. بینندگان عزیز، داستان مهدی طبق عقیده شیعه 12 امامی داستان عجیبی است که تار و پود آن توسط خیال بافته شده و حوادث و حالات آن خیالی است و بعد از آن به یکی از اسطوره‌های زمان تبدیل می شود که عقل سالم و فطرت صحیح آن را نمیپذیرد، تا جایی که سایر فرقه‌های شیعیان غیر از خودشان آن را نمیپذیرند.
نه کسی نام مادرش را با قاطعیت می‌داند و نه کسی از زمان تولدش باخبر است. صدها نفر هم در طول تاریخ ادعای مهدویت کردند و خود پس از مدتی به تاریخ پیوستند. به راستی که این مهدی که شیعیان حتی یک روایت صحیح در مورد تولدش ندارند، از چه مقامی برخوردار است که بایستی با مقام خاتم پیامبران مقایسه شده و منکرش از دایره اسلام خارج شود؟ به کدامین دلیل و مدرک؟ آیا چنین مهمی بایستی از آیات قرآن که هدایتگر بشر است مخفی بماند؟ سؤال ما از امثال این آخوند این است که شما میگویید انکار ولایت هر یک از ائمه شما به مثابه انکار انبیا و در نتیجه کفر است. پس لابد کل اهل سنت که به ولایت قضایی شما ایمان ندارند را از دایره اسلام خارج می‌دانید. در ضمن ما کدام مهدی را بپذیریم؟ همان امام زمانی که به تورات یهودیان و انجیل مسیحیان حکم می‌کند، نگاه کنید به بصائر الدرجات صفحه 295 و 296. همان امام زمانی که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم را نبش قبر می کند و عذابی است بر جهانیان. نگاه کنید به بهار الانوار جلد 51 صفحه 398. همان امام زمانی که کعبه معظمه و مسجد رسول الله و دیگر مساجد مسلمین را ویران می کند، نگاه کنید به الارشاد مفید جلد 2 صفحه 385 و الحدائق الناظره جلد 7 صفحه 281 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 217 و 218. همان امام زمانی که قرآن جدید می آورد، نگاه کنید به الغیبه للنعمانی صفحه 200 مسئله 11. همان امام زمانی که مردان را می کشد و شکم زنان حامله را پاره می کند، نگاه کنید به بهار الانوار جلد 51 صفحه 440. همان امام زمانی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را نبش قبر می کند و اجساد آنها را به آتش می کشد، نگاه کنید به کتاب بهار الانوار جلد 51 صفحات 438 و 439. جناب آخوند، اگر امام زمان این است که شما در کتاب خود معرفی کرده اید، پس ایمان به آن کفر و کفر به آن ایمان است و بهتر است که نیاید تا روی جنایتکاران تاریخ را سفید نکند. آیت الله جوادی آملی میگوید انبیا نتوانستند دین را جهانی کنند، تنها کسی که میتواند این کار را بکند مهدی است. فرمود من این دین را ندادم که شما گاهی عمل بکنید گاهی عمل نکنید، این دین را من خودم بالاخره جهانی میکنم. اینم اصل دیگر.
انبیا آمدن نشد، اولیا آمدن نشد، از ذات مقدس رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و ثنا در لحظه لحظه زندگی مسئله قرآن و اطرت از یک سو، مسئله جریان مهدویت از سوی دیگر مطرح شده است. به هر مناسبتی، به هر کسی، در هر شرایطی وجود مبارک رسول گرامی نام مبارک حضرت مهدی را می‌برد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کسی که دشمن الله و فرشتگانش و نیز دشمن پیامبران الهی و جبرئیل است، بداند که الله دشمن کافران است. بینندگان عزیز، آیا ناکام دانستن پیامبران در دعوت توحید که مقصود آفرینش و مقصود بعثت آنها بوده دشمنی با آنها نیست؟ مگر آقای جوادی آملی نمی‌داند که وظیفه همه پیامبران نبوده که دین را جهانی کنند، بلکه هر پیامبری به سوی قوم خودش مبعوث شده است و تنها کسی که به سوی تمام جهانیان مبعوث شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که در دعوت خود کاملا موفق شد؟ آیا واقعا این حقیقت از ایشان پنهان بوده یا اینکه از جهل، دروغ و خرافات و ضربه زدن به اسلام لذت میبرند؟ چرا آیات اعظام میخواهند برای اغراق در مورد امامی که اساساً به گواهی خود منابع شیعه تولد او ثابت نشده و کل جریان مربوط به مهدویت کذایی با تعریفی که آقایان سوژه سازی کردند خرافه بیریشه بیش نیست از شأن پیامبران الهی بکاهند؟ با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. حجت بی حجت و باب الاشاره و النص بر امام موسی کاظم. خیلی از شما عزیزان امام موسی کاظم رو تا الان به عنوان امام هفتم میشناختید، اما واقعیت چیز دیگری است. خیلی از شیعیانی بودن که این امام بزرگوار رو به عنوان مهدی، به عنوان امام زمان، همین امام زمانی که این همه براش سر صدا را انداختن که امام 12ام است، خیلی ها بودن از شیعیان که روایت ها داشتن. ما 40 روایتش رو جناب استاد از کتاب الغیبه توسی نشون دادن که امام موسی کاظم به عنوان مهدی مطرح بود و بعد از چه در زمان زندگی پدر بزرگوارشون و چه بعد از وفاتشون ایشون رو به عنوان مهدی میشناختن. جناب استاد، این بررسی عجیب غریبی که آقای توسی کرده بود در مورد این روایت ها، اگر با همین معیار ما بخوایم باب الاشاره و النص رو در اصول کافی بررسی بکنیم، چه دسته گلی باب میده آقای کلینی؟ این کار در واقع اگر صورت بگیره که صورت گرفته منتها نتیجه شو شیعه قبول نمی کنند. خود علمای شیعه اومدن این کار رو انجام دادند، منتها پایبند این نتیجه تحقیق خودشون متاسفانه نیستن. به طور مثال آقای مجلسی در کتاب مرآت العقول این کار رو انجام داده، روایات صحیح و غیر صحیح رو از همدیگر کاملا جدا کرده. این روایاتی که در اصول کافی و در کتاب الحجه و خصوصا در ابواب اشاره و نص اومده، تمام اینها جزء روایات خبر واحد هست، روایات متواتری در واقع نیستن. اگر با معیار آقای توسی اونها رو رد بکنیم، اونگونه که واقفیه رو رد میکرد، خود همین روایات هم در واقع رد میشود و مفید علم قطعی به هیچ عنوان نیستن و بنابراین امامت ائمه اثنا عشر زیر سوال میرود. اگر نه برعکس باشه، اون گونه که آقای محسنی گفته و دیگر علمای شیعه هم به اون اذعان کردن، اگر از کثرت این روایات ولو این که آحادشون روایات نامعتبری باشند بیایم وجه مشترک اونها رو بگیریم، خب با حداقل به کسانی که معتقد به مهدی بودن موسی کاظم هستند این حق رو به اونها هم بدهید
که این روایات زیادی رو که شما دارید حداقل همون وجه مشترکش رو در واقع باید قبول بکنند و به اون عمل بکنند. پس بنابراین یا این معیار دقیقی نیست، اگر دقیق باشد هر دو جا باید اعمال بشود. اگر رد کردن روایات به خاطر خبر واحد بودن معیار علمی هست، پس روایات کتاب اصول کافی هم باید رد بشود، اون روایاتی که برای اثبات ائمه اثنا عشر اومده. اگر واقعا این معیار دقیقی نیست و قابل قبول نیست، در نقد روایات واقفی هم نباید معتبر باشد. پس بنابراین روایات امامه و مهدویت موسی کاظم هم زیاد هستند، 40 روایت هستند حداقل اینا که در اینجا اومده. اگر بخواهند میتوانند ادعای تواتر بکنند. 40 روایت کمی نیست. 40 روایت وجود داشته باشه که موسی کاظم مهدی هست، یعنی این که یک گروه بسیار زیادی هستند و چه بسا تواتر به عدد کمتر از این هم ثابت بشوند. منتها به هر حال ما میپردازیم به نظر آقای مجلسی در مورد ابواب اشاره و نصب بر موسی کاظم و بعد از آن فرزندش امام رضا، که ببینیم آیا واقعا روایاتی در این زمینه وجود دارند که بشود از آن اصلی از اصول دین را، امامتی که به خاطر آن مردم را و مسلمانان را کافر کردند، آیا می شود چنین امامتی را ثابت کرد یا خیر؟ در کتاب مرآت العقول در مورد باب اشاره و نصب بر موسی کاظم من در هفته گذشته روایات این باب را خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم. منتها امروز هم به خاطر اینکه یادآوری باشه این روایات رو خدمت بینندگان عزیز من بازم نمایش میدم و حکم آقای مجلسی بر این روایات را که چه اندازه این روایات معتبری هستند. در کتاب مرآت العقول جلد سوم صفحه 329 باب الاشاره و النص علی ابی الحسن موسی علیه السلام. دوستان دوربین رو فعال بکنن. این باب اشاره و نص هست، الاشاره و النص علی ابی الحسن موسی علیه السلام. و روایت اولون الحدیث الاول آقای مجلسی میگوید که ضعیفون، این روایت اول هست و روایت دومش حسن هست، روایت سومش ضعیف هست، روایت چهارمش ضعیف هست، روایت پنجم ضعیف، ششم حسن و هفتم مجهول. حدیث سوم مجهول بود به نظر. حدیث سوم را مجهول من کارگردان اشاره میکنن که ضعیف فرمودید. نه، حدیث سوم مجهول هست. نه. و حدیث چهارم ضعیف، پنجم ضعیف، ششم حسن، هفتم مجهول و حدیث هشتم ضعیف، حدیث هشتم ضعیف هست و حدیث نهم موثق هست در اینجا ذکر کرده و حدیث 11 مجهول یا حسن، حدیث دهم، حدیث 11 ضعیف علی المشهور و حدیث 12 صحیح و حدیث 13 ضعیف و 14 مرسل یا مجهول، حدیث 15 ضعیف علی المشهور و حدیث 16 مرسل. این 16 روایتی هست که در باب اثبات امامت موسی کاظم اومده. بعد از آن باب اشاره و نصب بر ابوالحسن رضا علیه السلام هست. در اینجا هم از میان 16 روایت فقط یک روایت صحیح وجود داره، مانند باب موسی کاظم. روایت اول صحیح بهذا السند ضعیف بالسند الآتی، با این سند صحیح هست، با سند دومش ضعیف هست. روایت دوم موثق هست، باب رضا هست. روایت سوم ضعیف هست. روایت چهارم ضعیف. روایت پنجم مجهول. روایت ششم ضعیف. روایت هفتم ضعیف هست. روایت هشتم ضعیف علی المشهور. روایت نهم موثق. روایت 11 روایت دهم ضعیف علی المشهور. روایت 11 ضعیف. روایت 13 کالسابق. اینجا بنده خدا خسته شده از بس که گفته بود ضعیف دیگه الان خسته شده، الان روش عوض کرده. مثل قبله روایت 11 مثل روایت قبلی هست، یعنی همون که ضعیف است. 12 همونجاست میگه کارگردان. بله روایت 12 اینجا ضعیف، روایت 12 میره ضعیف و روایت 13 کالسابقی مانند گذشتهش هست. روایت 14 کالسابقی مانند همون گذشته هست. این روایت 14 هم و روایت 15 ضعیف علی المشهور، روایت 15 هست و
نهایتا روایت 16 که در این باید می نوشت کسابق ولکن مشهور. اینجا باید بنویسه کل اسبق مثلا بعضی جاها دیگه. بله. روایت 16 هم ضعیف علل مشهور. پس بنابراین در باب امامت، اثبات امامت موسی کاظم فقط یک روایت وجود داشت که روایت 12 بود که انشاءالله به اون خواهم پرداخت، و در باب اثبات امامت امام رضا فقط یک روایت صحیح وجود داشت، اونم با یکی از سندهایش در که روایت اول این باب در واقع بود. حالا برمیگردیم به اصل این روایت. اصل این روایت در کتاب اصول کافی. قبل از این که شما بینندگان عزیز هم که وقتشون سر جاش هست، انشاءالله من فقط این روایت رو خدمت بینندگان عزیز یک مروری میکنیم با هم دیگر، ببینیم تا چه اندازه میتواند اثبات امامتی باشد با این عظمت. باب اشاره و نصب بر موسی کاظم روایت 12. روایت 12 در اینجا هست. احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار، صفوان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال دعا ابو عبدالله علیه السلام ابا الحسن علیه السلام یوما و نحن عنده فقال لنا علیکم بهذا فهو والله صاحبكم. الان این روایت قبل قطع نظر از راویانش، من میخوام امروز با همون معیاری که آقای طوسی داشتند این روایت رو بررسی بکنیم. اولا که در این سندش صفوان اومده که صفوان در برخی از کتاب اومده که ایشون ابتدا ملعون بودند و امام ابو عبدالله ایشون رو لعن میکردند و در ادامه روایت گفتند که بعد نظر امام برگشته و گفته که نه، اون لعنی که من کردم اون نادیده بگیرید و آدم معتبری هست. در مورد ابن مسکان هم گرچه اینو توثیقش کردن، منتها در کتاب رجال کشی اومده که این صرفاً یک روایت نقل کرده از امام ابو عبدالله، اما واقعیت این است که وقتی در کتاب شیعه برمیگردیم میبینیم که روایات متعددی بلکه 10 روایت از امام ابو عبدالله دارد. یعنی با این که تصریح کردند که ایشون صرفاً یک روایت نقل کردن از امام جعفر صادق، اما عملاً میبینیم که 10 روایت به نام ایشون نسبت داده شده به امام ابو عبدالله جعفر صادق، یعنی این که به نام ایشون در واقع روایتی رو جعل کردن. اما به هر صورت این روایت همون گونه که آقای طوسی گفتند این روایت خبر واحد هست. این روایت خبر واحده. اگر قرار باشد که به خاطر خبر واحد بودن روایت رو رد بکنند، این روایت هم روایت نامعتبری هست و چون که خبر واحد هست و متواتر نیست. این یک حرفش. حرف دیگرش همه چیز رو تعویل میکرد. در اون روایت اومده با این فرزند من که اسمش موسی هست الله متعال دنیا را پر از عدل و داد میکند. آقای طوسی توجیه کرده بود منظور از این خودش نبوده، منظور فرزندانی بوده که بعداً می اومدن، یعنی امام مهدی. خب در این روایت بالفرض این که صحیح باشه ما قبول بکنیم که صحیح هست. در اینجا آمده که امام در واقع ابو عبدالله گفتند که به اشاره به ابوالحسن یعنی موسی کاظم فهو والله صاحبکم بعدی، بعد از من صاحب شما این هست. صاحب در زمان عربی به معنی همراه هست، یعنی همنشین شما، همراه شما، ندیم شما بعد از من آقای ابوالحسن هست که امام موسی کاظم باشه. این همنشینی رو از این کلمه صاحب امامت رو از کجا ثابت میکنیم؟ در اینجا نه نفذ والی اومده، نه نفذ امام اومده، نه نفذ حاکم اومده، نه گفته که جانشین من هست، نه امامت از جانب الله معرفی کرده، نه از جانب رسول الله معرفی کرده، نه گفته که همین منزلتی رو که من امام معصوم هستند ایشون امام معصومه، هیچ چیزی رو در این زمینه نگفته. صرفاً گفته که صاحب شما یعنی همراه شما، هم نشین شما، هم مجلس شما بعد از من امام ابوالحسن در واقع موسی کاظم هست. پس بنابراین این صاحب بودن به هیچ عنوان دلیل بر امام بودن نیست. اضافه بر این اگر صاحب واقعا امام باشه به تصریح آیات قرآن ابوبکر جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در آیه قرآن اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صاحبش گفت که لا تحزن. خب اگر صاحب به معنی امام هست، جانشین هست، خب جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم به تصریح قرآن ابوبکر بوده. بالفرض اگر شما بگید که نه ابوبکر صاحب غار نبوده، ببینیم که قبول بکنیم. حداقل حضرت علی هم نبوده صاحب غار، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار. اگر ابوبکر نبوده علی هم نبوده. پس بنابراین یک فردی دیگر غیر از ابوبکر و غیر از علی شده جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در صورتی که کلمه صاحب رو شما به معنی امام بگیرید. روایت بعدی که در این باب روایت صحیح دیگری وجود ندارد. در باب بعدی
باب اشاره و نصب بر ابوالحسن رضا. روایت اولی که گفته بود آقای مدرسی گفته بود صحیح است. این روایت این است که فقال علی ابن یختین، این نهایتا نقل کرده از علی ابن یختین، قال كنت عند العبد الصالح جالسا، من نزد عبد صالح بودن یعنی موسی کاظم، فدخل علیه ابنه علی، فرزندش علی رضا اومد، فقال علی یا علی ابن یختین، به من گفت ای علی ابن یختین، هذا علی، این علی هست، سید ولدی، سید و ولدی، سرور فرزندان من، آقای فرزندان من هست. اما اینی قد نحلته کنیتی، من کنیه خودم را به ایشون بخشیدم. خود امام موسی کاظم ابوالحسن هست، ابوالحسن اول، ایشون می شود ابوالحسن، یعنی ابوالحسن دوم، ابوالحسن دوم شیعه یعنی امام رضا. میگه من کنیه خودم را به این فرزندم بخشیدم. خب الان اصل روایت این هست که امام موسی کاظم در مورد رضا گفتند که این برترین فرزند من هست و من کنیه خودم را به ایشون بخشیدم. اگر واقعا کنیه بخشیدن دلیل بر امامت باشه، پس بنابراین بقیه ائمه شما زیر سوال میرند، بقیه ائمه زیر سوال میرند، زیرا که حضرت علی رضی الله تعالی عنه کنیهش رو به حسن نبخشید، حسن کنیهش رو به حسین نبخشید، حسین کنیهش رو به دیگر فرزندانش در واقع نبخشید، کنیهشون رو به علی نبخشید. پس من اگر کنیه بخشیدن دلیل بر امامت باشه، پس این امامان قبلیتون این در واقع دلیل امامت رو در واقع نداشتن. اضافه بر این میگه فضل به هشام ابن حکم، این هشام ابن حکم همون فردی که مجسمه هست و معتقد به تجسیم الله متعال بوده، این فضل به هشام ابن حکم به راحتی جبهت و دستش رو روی پیشانی گذاشت، ثم قال ویحک کیف قلت، بگو دوباره تکرار بکن به علی ابن یختین. میگه چی گفتی؟ و قال علی ابن یختین و سمعت والله منه کما قلت، من حرفی رو که من شنیدم دقیقاً شنیدم از امام موسی کاظم که گفته بود این فرزند من سید و ولدی و من کنیم را به ایشون بخشیدم. فقال هشام ابن حکم گفت اخبرک ان الامر فیه من بعدی، میدونی معنی این حرف شما چیه؟ معنیش این است که امام موسی کاظم به شما گفته که امام بعدی امام رضا هست. الان این جمله کجاش به معنی اثبات امامت هست؟ و جالب اینجاست که خود علی ابن یختین که این حرف رو از امام معصوم از امام کاظم شنیده بود، به فکرش خطور نکرده که این به معنی امامت هست. هشام ابن حکم مجسمه و مجسمی این میاد بهش تلقین میکند که بله این که وقتی گفته بود من کنیم رو بخشیدم، پس بنابراین معنیش این است که امامت رو به اون بخشیده. این روایت خبر واحد هست، پس بنابراین به قول آقای طوسی معتبر نیست برای اثبات امامت. از اینم که بگذاریم این بگیم که این روایت صحیح است، برای اثبات امامت این کافی نیست، زیرا که این صراحت ندارد، نه صراحت دارد، حتی اشاره هم در واقع نیست، زیرا که بخشیدن کنیه یا برترین فرزند پدر بودن، فرزند اشرت بودن، این دلیل بر امامت نیست. برای اثبات امامت باید یک دلیل قطعی از قرآن باشد یا حدیث صحیح و صریح، اونم در حد متواتر از اخبار صحاح باشند، برای اثبات امامت از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده باشند. پس بنابراین اگر معیار آقای طوسی هست، این روایت معتبری نیست. اگر نه معیار آقای آیت الله محسنی هست، پس بنابراین روایات واقفیه رو باید قبول بکنن که مهدی آخر الزمان موسی کاظم هست، ایشون از دنیا نرفتن و فقط غیب شدن، الله متعال ایشون از دست بنی عباس نجات داده و امروز و فردا هست که ایشون در واقع ظهور بکنن و دنیا را پر از عدل و داد بکنن. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و این مطالبی که واقعا آدم تعجب میکنه، یعنی چطور انسان عاقل، انسانی که یک کمی از عقل خودش استفاده بکنه، پابند این دین ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی میمانه. از همین لحظه به بعد شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان می توانید تماس بگیرید و در رابطه با موضوع برنامه که قضیه باب الاشاره و النص علی ابوالحسن موسی بن جعفر هست، اگر مطالبی دارید دوست داریم ان شاء الله بشنویم. جناب مولانا تا برقراری تماس‌های بینندگان عزیزمون، نقطه ای را که من در مورد این روایات این باب
در مورد موسی کاظم و درباره امام رضا هست. این نقطه‌ای که واقعا جای تأمل داره و من در این روایت بسیار زیاد دیدم در این دو باب، بحث سوالهایی هست که از این امامان مطرح شده. سوالاتی که مطرح شده از موسی کاظم، از امام رضا، که امام بعد از شما چه کسی هست؟ امام بعد از شما چه کسی هست؟ در مورد اصول دین که به جای خود حتی اصول اسلام، یعنی بحث اصول اعتقادی، ارکان ایمان که بگذاریم از اونها که بحث اعتقادی هستند، حتی ارکان عبادی اسلام در مورد نماز، روزه، زکات و حج که ارکان عبادی هستند و جز موارد شرعی هستند. در این زمینه شما نمیتونید پیدا بکنید یک راوی شیعه یا سنی اومده باشه از امام خودش بپرسد که نماز مغرب چند رکعت هست، یا بعد از نماز مغرب نماز بعدی که میخونیم کدوم نماز هست، نماز صبح یا نماز ظهر. چون این چیزی رو اصلا وجود نداره، در صورتی که نماز یا ارکان در واقع اوقات نماز جز مسائل فرعی هست، به مسائل شرعی هست، جز اصول اسلام هست، جز اصول اعتقادی نیز، اصول عملی اسلام هست. اما در این زمینه کسی سوال نکرده که نماز بعدی چه وقتی هست، یا نمیدونم که نماز فلان نماز چند رکعت هست. اینا کاملا 100% ثابت هست و به صورت متواتر، جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. در این دو تا باب موسی کاظم و امام رضا روایات متعددی وجود دارد بر این که خود اصحاب ائمه می اومدن سوال میکردند که امام شما رو به خدا شما بفرمایید که امام بعد از شما چه کسی است، بدین معنی که حتی اصحاب ائمه نمیدانستند که امام بعد از امام حاضر و امام زمانشون کی هست، چه برسه که اسم 12 تا رو بدونن. اسم 12 تا که به جای خود حتی اسم امام بعدی رو هم در واقع نمیدونستند. این به این معنی است که شیعیان قبل از این که این امامت اثناعشری ساخته بشه هیچ کدامشون شیعه اثناعشری نبودند. در این باب در بابی که درباره نص و اشاره بر موسی کاظم هست، روایت دوم، روایت سوم، روایت پنجم، روایت ششم، هفتم و نهم همشون در مورد سواله. این 5-6 روایت سوال کردند از امام که امام بعدی که هست. در مورد رضا هم این گونه هست که روایت سوم، چهارم، پنجم، 11، 12، 14 و 16 مواردی هست که اصحاب ائمه اومدند و سوال کردند که امام بعد از شما در واقع چه کسی هست. خود این سوال کردن دلیل بر این است که امام بعد از خودشون رو نمیدونستند. وقتی که امام بعد از خودشون رو نمیدونستند، امامهای بعدی رو به طریق اولا نمیدونستند. بدین معنی که شناخت ائمه اثنا عشر جز اصول ایمان شیعیان قبلی نبوده. بعد از در واقع فقدان یا بعد از غیبت مهدی آخر الزمان یا بعد از امام عسکری، این در واقع قضیه اثنا عشری رو ساختن و به عنوان شیعه اثنا عشری خودشون رو معرفی کردن. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا. اولین بیننده عزیز که پشت خط هستن، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خالد جان از آلمان، درسته؟ بله بسیار درست گفتی. بفرمایید. خوب هستین؟ صحتتون خوبه؟ سلامت باشید. تشکر از شما. خانم خوبه؟ سلامت. سلامت بله، در مورد برنامه تان می‌خواستم صحبت بکنم. بفرمایید. شما درست میگی. این کتابی که شما بررسی کردی واقعا کاملا درست است. چرا که ما اول باید یک قصه رو باید در این مورد بگم. میگه شخصی پیش یک عالم دین آمد گفت من دروغگوی هستم، زناکار هستم، دزد هستم، خلاصه 4 عیب شرعی دارم، یعنی هر کار میکنم، ولی حالا تصمیم دارم که دیگه گناه نکنم. چیکار کنم؟ این عالم اون گفت برو فقط دروغ نگو، همه کار حل میشه. این گفت فقط با یک دروغ نگفتن. گفت بله. خلاصه این آدم رفت روز قصد به دوزی و زنا این کارا کرد، میخواد که برای یک شخص دیگه پیشونیش گفت کجا میری فلانی، و این دید که اگه به این بگم برم زنا کردن یا دزدی کردن، باز که دروغ شد. بالاخره برگشت از دروغ که دروغ نگفت، بالاخره توبه کرد. گفت این یعنی تمام مشکلات دروغ بوده. حالا این دروغ فقط مربوط این آخوندا و این آیت الله نمیشه، از اما ابتدا همین مجلسی و که بهار الانوار داره و کلینی و خمینی، اینا از ابتدا دروغ آوردن، دروغ گفتن در کتابها، دیگه مجبور هستن که این آخوندا با همین دروغ بسازن. دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. میگه دروغ آدمی را کند خوار و زار، دروغ آدمی را کند بیوقار. اگر راست گویی شوی سربلند، اگر دروغ گویی شوی خیل خند. اینا حالا مجبور هستن همین دروغا را پشت سر هم تا آخر، که مثلا امام زمان فردا پس فردا امام زمان فلان بود، دیگه اینا گیر کردن.
من همینطوری نگاه می‌کردم شبکه زلالت را دیدم، یه خانم زنگ زد، همین بازپخش شدیدم امروز، زنگ زد گفت شما از اون آخوند میخواست بپرسه، گفت که شما در مورد امام زمان صحبت میکرد، گفت که شما همیشه صحبت میکنه در مورد احادیثتان یک احادیث درست نمیگه، هر موقعی که شما روایت میکنه میگه که این احادیث سند درست ندارد، قوی نیست، ضعیف است. گفت شما بفرمایید که کدام احادیث شما قوی است، از ابتدا که شما صحبت میکنه هیچ حدیث شما گفت درست نیست، یعنی سند قوی نداره. گفت حالا مردم اصلا باور نمیکنه این حدیث شما را، شما اگر حدیث درست هم بگید مردم قبول نمیکنن. میدونی چرا؟ مردم ایران فکر میکنم الحمدلله کم کم آگاه شدن، چون از نعمت شبکه‌های شما مردم میبینن، متوجه میشن، کم کم اینا دارن دروغ میگن، قبول نمیکنن. چرا که دروغ بالاخره یک روز دروغ میگن، ملخک جستی آخر بدستی، بالاخره گیر میافتن. بله تشکر خالد. یک کلام دیگه، اصلا باور مجلسی و کلینی نمی آمد که روز این شبکه‌ها بیاد و روز مردم آگاه بشه و ببینه و با خبر از این دروغا شه. فکر کردن همینطوری پنهان میمونه و ما هر چی که گفتیم مردم رو بگیریان و بزن و بکن و سینه بزن و دستر سینه بزن و گیریان کن، مردم رو به نام امام حسین بکش، در دنیا قتل و غارت و همه چی را حلال بدن به نام اهل بیت. دیگه این دروغا انشالله حالا روز به روز مردم آگاه میشن. و از شما تشکر از شما خالد جان. عبدالقدوس دیقان بسیار دوست دارم. تشکر. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق، بفرمایید. من عبدالله از پاکستان زنگ. آقا عبدالله عزیز بفرمایید برادر گرامی. بیرون از برنامه بفرمایید. اگر پدر رو یقین گفتن ستیون میشود فرق میشود. عبدالله جان متوجه نشدم، سوالتون رو دوباره تکرار کنید. آقا عبدالله الو بفرمایید. کدام طریقه آدم از به محرم بیروند؟ زن می تواند به محرم سفر بکند؟ سوال شما این است؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. بله. گوشتی از خوردن درست است یا نه؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. تشکر آقا عبدالله. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالغفور هستم از ایران. عبدالغفور از ایران. عبدالغفور برادر عزیز، موضوع بحث ما ادعای مهدویت برای امام موسی کاظم بود. اگر در این مورد مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. من یه سوال شرعی داشتم، ببخشید آقای عبدالغفور جان، اگر سوالات شرعی رو روز دوشنبه بپرسید در برنامه پرسش و پاسخ ممنونتون میشیم. امشب نمیشه که سوال بهت بگم؟ والا چون موضوع برنامه نیست، من خواهش میکنم ازتون روز دوشنبه انشالله در خدمتتون خواهیم بود. عبدالغفور جان اگر بعد از برنامه تماس بگیرید، جناب مولانا اینجا هستن در استودیو، پاسختون رو خواهند داد. که سوال خدا نگهدار. سوال فقهی دارند یا سوال شرعی هستن، من یک ربع ساعتی صبر میکنم انشالله جواب عزیزان خواهم داد. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. سلام و رحمت الله. حال شما؟ سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ داوودم از تهران زنگ میزنم. آقا میخواستم با این آقای انصاری حرف بزنم. شما دارید با من حرف میزنید، صداتون داره در استودیو پخش میشه. آقا داوود، موضوع برنامه ما امام موسی کاظم، امام یا مهدی؟ با من میخواستم ببینم این چارت عفی مفی ریختی دور خودت هی کسشه. یکی از این آخونداتون رو بفرستید که لااقل بلد باشه دفاع بکنه، حرف بزنه. یعنی من تعجب میکنم برای شمایی که در مدرسه خمینی و کلینی و مجلسی بزرگ شدید. ما داریم بحث علمی میکنیم از کتابای خودتون.
یعنی شما دارید فرهنگ خانواده‌تون رو، تربیت پدر مادرتون رو دارید به نمایش میگذارید و من متاسفم آقا داوود برای شما. این نشون میده که واقعا حرفی برای گفتن ندارید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. صدام پخش میشه؟ بله داره پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ خواهش میکنم. من عباس هستم، از تهران تماس میگیرم. آقا عباس از تهران. بله. آقا عباس بزرگوار، چرا بعد از فوت هر امامی عده‌ای می اومدن برای این امام ادعای مهدویت میکردن و در دوره حیاتشون هم روایت هایی وجود داره مانند این چند روایتی که در مورد امام موسی کاظم که دلالت بر این داره که ایشون امام بودن، امام مهدی بودن؟ درست. من یه سوالشون از خدمت شما، ببخشید، اگر اسناد یه روایت اگر صحیح باشه و اگر اونهایی که سند یه روایت هستن ثقات باشن، خواستم کارشناس محترم جواب بدن که این سوال رو هم خدمتشون. آیا میشه حدیث رو نسبت داد به سلسله اسنادی که معتبرن؟ میشه این کار کرد؟ سوال من رو جواب بدید آقا عباس، انشاءالله پاسختون رو دریافت خواهید کرد. خواهش می‌کنم. ببخشید من چون متوجه تازه برنامه‌تون دارم می‌بینم. خب الان که شما من آقا عباس چون برنامه رو الان دارید می‌بینید متوجه نیستید، شما نشون میده صحبتتون که شما بسیار مهتم هستید به علم حدیث و این مسائل. من از شما به عنوان یک شیعه میشه خواهش بکنم که تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه رو بیان بکنید. یعنی در مذهب شیعه حدیث صحیح یعنی چی؟ آقا من درست شیعه هستم ولی خب به خیلی از احادیث که ظاهرا معتبره اعتقاد ندارم چون مطابق با قرآن نیست. آقا عباس ببین برادر گرامی، این دین مذهب این سبزی فروشی نیست که شما هرچی رو قبول داری یا قبول نداری. یک تعریفی باید برای حدیث صحیح وجود داشته باشه که آقا حدیث صحیح، عزیز دل برادر، حدیث صحیح یعنی فلان 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 صفت رو باید داشته باشه. لطف کنید این رو بیان بکنید که به نظر آقا عباس حدیث صحیح باید دارای چه معیارهایی باشه تا قابل قبول باشه در مذهب شیعه؟ اولین و محکمترین معیار تطابق با قرآنه. در کجا گفته اینو؟ من این یک حدیث متواتر سندش خاطرم نیست. اینکه هر آقا عباس حدیث صحیح حدیثی است که مطابق با قرآن باشه. در کجا گفته اینو؟ عرض میکنم شما فکر میکنم تو ایران با جوامع شیعه شما حتما در ارتباط بودید. یه حدیث متواتر و معروفه اینکه اگر حدیث ما با قرآن تطابق نداشت بزنید. در کجا گفته؟ عرض میکنم یه حدیث متواتر و معروفه. خب در کجا گفته؟ در کدوم کتاب گفته؟ بالفرض من بدون مدرک از شما این حرفا قبول بکنم، کل اعتقادات شما میره زیر سوال. امامت از قرآن ثابت نمیشه، خمس از قرآن ثابت نمیشه، صیغه از قرآن ثابت نمیشه، عصمت از قرآن ثابت نمیشه. شما همه اینا رو توسط روایات دارید ثابت میکنید. پس این روایات در تضاد با قرآن است، همه رو باید رد بکنید. خب میشه شیعه وجود داشته باشه که به اونهایی که شما گفتید اعتقاد نداشته باشه؟ یعنی حرف شما درست. الان شما به خمس اعتقاد دارید یا ندارید؟ آقا ببین همون چیزهایی که شما میفرمایید از قرآن ثابت نمیشه، حرف شما قبول. آقا عباس من سوال من واضح هست، شما به خمس اعتقاد دارید یا ندارید؟ شما اگر دوست من اعتقاد نداشتم اعتقاد ندارم. نه دوست نشد دیگه آقا عباس اینطوری. نه شما اونی که میفهمید قبول. آقا عباس اگر شما میخواهید مطلب علمی ارائه بدید من در خدمتتون هستم، اما اگر میخواهید اینطوری برخورد بکنید دیگه شایسته بینندگان و برنامه ما نیست که شما سوال کردید. من یه پاسخ میخوام بدم، پاسخ کوتاه، خیلی هم وقتتون نمیگیرم. میخوام عرض کنم که اگر شیعه‌ای مذهبش بر پایه محبت اهل بیت باشه اون چطور؟ برادر ماست، مسلمان هست، ما هیچ مشکلی باش نداریم. درسته شما محبت اهل بیت آقا عباس، محبت اهل بیت ربطی به شیعه‌گری نداره. محبت اهل بیت برای ما اهل سنت جز ایمان ماست. هر کسی که ادعا بکنه سنی هست
اما اهل بیت پیامبر رو دوست نداره، ما اصلا اون رو مسلمان نمیدانیم. درسته. یه نکته بگم بعد قطع میکنم. اون سوال که اول سوال کردم بی زحمت اگر لطف بکنید کارشناس محترم جواب بدم ممنون میشم. و نکته آخرم هم اینه که عرض میکنم وجه افتراق ما با شما برادران از سقیفه شروع شد که خب اسلام دو جبهه شد دیگه، یه عده طرفدار امیرالمومنین، یه عده طرفدار خلفا بودن. آقا عباس سوال اولتون یک بار دیگه تکرار بفرمایید تا جناب مولانا یادداشت عرض کردم اون سلسله اسناد که برای حدیث ذکر میشه آیا میشه در طول تاریخ احادیثی جعل کرده باشند، ایجاد کرده باشند و نسبت داده باشند به اسناد معتبر؟ اسناد منظور روات احادیثه. باشه، تشکر از شما آقا عباس. الله ممنونم. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بیننده بعدی. الو سلام. سلام و رحمت الله. آقا خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم. من خواهش میکنم عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن تا مجبور نشیم تماسشون رو قطع بکنیم. بعد سلام علیکم بفرمایید. الو سلام. سلام. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران. از کجا؟ الو. از ایران. از ایران. دوست ندارید اسمتون رو بگید؟ آقای انصاری یه سوال داشتم. آقای محترم از ایران، اینجا ما سوال میکنیم در این برنامه. به نظر شما امام موسی کاظم امام مهدی بودن یا امام افتون بودن؟ یه سوال داشتم. آقای محترم. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. سلام علیکم جناب انصاری عزیز، خسته نباشید. سلامت باشید. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. خوب هستید آقای انصاری؟ خسته نباشید. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ رسول هستم آقای انصاری. آقا رسول بزرگوار، بفرمایید. شما خوب هستید آقای؟ زنده باشید آقای عبدالقدوس تهران. سلامت باشید، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. راجع به برنامه‌تون من یک سوال داشتم، خجالت می‌کشم بپرسم، خیلی هم سخت گرفتم، سوالم هم اورژانسیه. بفرمایید. من معذرت میخوام از آقای عبدالقدوس تهران خدمتشون سلام برسونید، بگید که خدمتشون که من دیگه میدونید چند سالم خودم 4 تا بچه دارم، خدمتتون عرض کنم که خلاصه 6 تا حالیم دیگه با خودم. بعد 10 سالم از پدرم فوت شده، مادر مقدار حقوق میگیرن اینا، چون 6 تا فرزند داشتن، یعنی ما 6 تا خواهر داریم. درست. من خیلی توقع دارم، به من خیلی بی احترامی میکنن. من هر چی که بیشتر بهشون میرسم به من بیشتر بی احترامی میکنن. خب در کنارش بچه هم میبینن و وظیفه من برای مادر چیه؟ وظیفه شما در قبال مادرتون؟ بله، این مادر که توصیف کردم. درست. من چه کار باید بکنم؟ درست. تشکر از شما آقا رسول. چشم، در این مورد صحبت میکنیم. حالا متشکرم. زنده باشید. زنده باشید. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. چون آقا رسول از عزیزانی هستن که کفر و شرک رو رها کردن و به راه توحید و یکتاپرستی گام نهادن، ما سوالشون رو گرفتیم. و عزیزان دیگری که سوالات شرعی دارن میتونن بعد از برنامه ان شاءالله به همین شماره تماس بگیرن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خیلی سلام عرض می‌کنم. من چند وقت تماس میگیرم و تماس من برقرار نمیشه. خواهش میکنم بفرمایید. من از عبدالرحیم هستم و از دبی تماس میگیرم. عبدالرحیم برادر بزرگوار از دبی، بفرمایید. بعد میخواستم آقای انصاری بگم واقعا از چهره شما داخل تلویزیون نگاه میکنم نور میواره، افتخار میکنم. تشکر از شما. این نور پروژکتور برادر عزیز.
نه نور صورت خود شما رو میگم، واقعا تشکر. خیلی خوبه، خیلی دوست داشتنیه. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه، بزرگوارید شما. خیلی افتخار میکنم، خدا ان شاء الله سلامتی بده. من از بفرمایید. میخواستم این سوالی بپرسم به رفت برنامه نداره، ببخشید میشه بپرسم؟ بفرمایید دیگه، مجبوریم. میخواستم بپرسم، من پدرم فوت کرده، بعد خیلی وقت خدا رحمتش کنه. خواب من سلامت باشی، خدا من میاد تو خواب من، بعد خیلی هرچی چیکار کنم، من صدقه زیاد میدم، دعا خیلی میکنم. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم برادر گرامی. خدا سلامتی بده و همیشه پاینده باشه این شبکه. سلامت باشید، تشکر از شما. برای تمام اهل سنت ایران، افغانستان، همه جا. سلامت باشید، تشکر از شما. تشکر برادر عزیز، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال احوال؟ سلامت باشید. قربونت برم. وصال حق. وصال حق بیننده گرامی، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من عذر میخوام، مجبورم تماسون رو قطع کنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود خدا بر تو باد. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله عارف هستم از ایران. آقا عارف بزرگوار، بفرمایید. رحمت خدا بر شما و رفیق دانشمندت باد. آیا سگی به آب دهن بزنه حرام میشه اون آب؟ اون آقایی که با بی تربیت فوش میداد؟ دیگه کسی که در مدرسه آخوندا بزرگ شده باشه بیشتر از این نمیشه ازش توقع داشت. آقا عارف شما جدی نگیرید زیاد. درود خدا بر شما باد. موفق و مؤید باشید انشاءالله. سلامت باشید. تشکر از شما آقا عارف بزرگوار، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقا. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، صدای من پخش نمیشه از تلویزیون. صداتون داره پخش میشه، منتها با تأخیر پخش میشه. بفرمایید اگر مطلبی دارید. الان نگاه میکنم بچه‌ها میگن. خب انشالله نگاه بکنید، لحظاتی بعد صداتون رو خواهید شنید. من فعلا قطع میکنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی، صداتون ضعیفه. میگم میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید بیننده عزیز. الو. بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز. میخوام با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید خیلی مختصر. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید عزیزم، بفرمایید. بنده از بندر کلاهی تماس میگیرم، از توابع استان هرمزگان، شهرستان میاب. ماشاءالله. آدرس دقیق گفتید که اطلاعات بیاد خدمتون دیگه. بنده میخواستم بگم الان نیروی انتظامی نزدیک 6 ماه دوستای ما رو محاصره کردن، از زیروی سالان داره خندق میزنن، اصلا جای تعجبه. دور به دور کلاهی که آقای عبدالقدوس هم این روسا را کلا میدونن در کجا قرار گرفته، دور به دور کلاهی اینا داره خندق میزنن، اونم به بهانه چند جازایی. اصلا 2 ماه پیش اندی که از جوان ما را شهید کردن، میگه ازشون میپرسید چرا خندق میزنید، میگه ما خبر نداریم. باشه در این مورد انشالله صحبت میکنیم برادر عزیز. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. خیلی خدا نگهدارتون.
دوستانی که مطالب مهمی در مورد اوضاع اهل سنت دارن به پیامگیر شبکه زنگ بزنن. ما یک بخش خاصی داریم به نام اخبار اهل سنت، مطالبشون رو اونجا ضبط بکنن، ما انشالله در لابلای برنامه ها روزانه پخش میکنیم. جناب استاد وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه. از بینندهمون عبدالله از تاجیکستان، برادر عزیزمون، زن بدون محرم خارج بشه؟ از نظر شرعی زن اجازه نداره که مسیر سفر رو که مسیر قصر باشه که بالاتر از حدود 80 کیلومتر باشه اجازه نداره که به تنهایی سفر بکنه. حتی اگر سفر حج باشه؟ حتی این که سفر حج باشه فرق نمیکنه که این سفر حج باشه، سفر عبادتی باشه یا اینکه برای تفریح باشه یا هر کار دیگری. این یک اصل هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة 3 لیال الا و معها محرم. یعنی مسیر سفر رو که همون 80 کیلومتر است نمیتواند برود مگر این که محرمی همراه با اون باشه. تفاوتی نداره که برای حج می رود یا برای تحصیل می رود یا برای کار می رود یا به هر قصدی که باشد، شرط و لازمش این است که حتما باید محرمی همراهش باشد. گوشت اسب؟ گوشت اسب بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت جزء به اصطلاح گوشت هایی هست که حلال هست خوردنش. در روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها میگوید که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم اسبی رو نحر کردیم، یعنی ذبح کردیم و از آن خوردیم و این روایت یک روایت صحیح هست و این مذهب اهل سنت و الجماعت است. یعنی مذهب امام ابو حنیفه، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل نظرشون این است که گوشت اسب گوشت حلالی هست، اما مذهب امام مالک رحمت الله علیه اینو جزء گوشت های حرام میدونه. بله. آقا عباس گفتن که اگر که سلسله اسناد یک روایت صحیح باشه اما متن این روایت دروغ باشه، یعنی سلسله رو دزدیدن و کاری که به اصطلاح محدثین شیعه کردن، بعضی از روایت ها رو فقط از اهل سنت گرفتن، راویانش رو عوض کردن. در مورد مذهب شیعه این احتمال خیلی وارد هست، زیرا که افرادی مانند ابوالخطاب و اصحاب ابوالخطاب کارشون این بوده که کتاب‌های اصحاب ابو عبدالله امام جعفر صادق رو می‌گرفتن، دفترهایشون رو و در اون روایاتی رو جعل می‌کردن، با سندهای خودشون و با سندهای معروفی روایت جعل می‌کردن، در این کتاب‌ها قرار می‌دادن و بعداً دیگران می‌اومدن اینو در واقع روایت می‌کردن. این از نظر ظاهر می‌بینید سند یک سندی هست که شاید اشکال نداشته باشه از دیدگاه شیعه، اما متنش یک متن منکری هست و غیر قابل اگر امام می اومد اینو رد میکرد میگفتن امام تقیه کرده برای حفظ جان ما. اگر که امام اومده و صدها و هزاران مورد داریم در این زمینه، خصوصا در کتاب تهذیب و استبصار و کتاب‌های اصلی شیعه که علمای شیعه اومدند و این روایات رو گفتند که روایات تقیه هست. اگر امام اصلاح کرده، حق و حقیقت رو گفتند که تقیه کرده، اما اگر این افراد مانند ابوالخطاب و پیروانش مفضل ابن عمر و دیگران اومدند و روایاتی رو جعل کردند، سند صحیح رو قرار دادن برای این روایت در کتاب‌های شیعه اضافه کردن، اینها شده جزء اساسیات مذهب و ضروریات مذهب که به هیچ عنوان اینها در واقع معتبر نیست. و جالب اینجاست که در مذهب اهل سنت و بنابر اصولی که اهل سنت و الجماعت دارن صرفاً کفایت نمیکنه که یک فردی به طور مثلا فرض کنیم که خالد الان یک روایتی رو نقل کرده برای ما، خب این خالد از چند نفر دیگه نقل کرده، اهل سنت و الجماعت میاد تمام این افراد رو بررسی میکنن. اولا اینکه آیا تمامشون ثقه هستند، عادل هستند یا عادل نیستند، بعد از این شواهد و مطابقات رو در اینجا در نظر میگیرن. میبینیم که تمام شاگردانی که این فرد داره هیچ کس این روایت رو نقل نکرده به جز همین یک فرد، یا از شاگردان این فرد هیچ کسی نقل نکرده به جز این فرد. اینا تمام علامت سوال هست در اینجا و راه‌هایی است برای شناخت این که این سند واقعی هست با توجه به تاریخ وفات و تاریخ در واقع تحصیل علم که متاسفانه در کتاب‌های شیعه کمتر شما پیدا می‌کنید که تاریخ وفات راویان رو در واقع نوشته باشند. این روش شناخت سندهای اصلی از سندهای جعلی است.
آقا رسول، من چیزی که از سوالشون فهمیدم چون صداشون قطع وصل میشد، پدر بزرگوارشون فوت کرده 10 سال قبل، الله متعال رحمت کنه، و مادرشون خیلی بهشون احترام میگذاره. وظیفهشون چیه در مقابلش؟ در مقابل مادر واقعا بزرگترین حق را داره، بزرگترین احترام رو در مقابل مقایسه با پدر هست که یک فردی اومد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه، این روایت متفق علیه است، که سوال کردن من احق الناس به حسن صحابتی، چه کسی در واقع حقدارتر هست به برخورد خوب من؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند مادرت، بار دوم فرمودند مادرت، بار سوم فرمودند مادرت، بار چهارم فرمودند که پدرت. پس بنابراین حق مادر اول محبت با مادر هست که حتما باید ایشون رو دوست داشته باشید. حق دومش خدمت کردن به مادر هست و وصینا الانسان به والدیه انسانا. حق سوم عدم اذیت و آزار پدر و مادر هست، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. حق چهارم نفقه هست که بر فرزند لازم هست که در واقع نفقه پدر و مادرش رو باید پرداخت بکند. و حتی بعد از وفات پدر و مادر حقی که بر عهده فرزند هست قضا کردن، یعنی پرداختن دینشون هست، پرداختن کفارهشون هست، در واقع صدقه دادن به جایشون هست و دعای خیر کردن برای اونها هست که بزرگترین در واقع خدمت هست و ایصال ثواب برای پدر و مادر هست. و یک از مواردی که امروز فراموش شده، نیکی کردن به دوستان پدر و مادر. این در روایت اومده که ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابیه. بهترین نیکی این است که شما به دوستان پدر و مادرتون که از دنیا رفتن به اونها هم نیکی بکنید. اگر برعکس باشه، همین مادر بیاد بی احترامی بکنه، حتی در مقابل خواهر برادرای دیگه توهین بکنه، وظیفه یعنی به خود فرد، به خود فرد، ولو این که بی احترامی بکنه، ولو این که مادر بی احترامی بکنه، پرخاش بکنه، برخورد تند و مناسبی رو نداشته باشه، به والدیه احسان، حملت امه کرها و وضعته کرها، یا ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. به هیچ عنوان شما اجازه ندارید که مقابل به مثل بکنید، ولو این که مادر عصبانی بشود و علیه شما در واقع حرف تندی رو بزند. این وظیفه شما هست که حتما باید این رو تحمل بکنید، ولو این که پدر و مادر اساساً کافر و مشرک باشند، باز هم اون احترامشون و نیکی و احسان در واقع سر جای خودش هست و هیچ عنوان از عهده فرزند در واقع ساقط نمیشه. جزاکم الله خیر. آقای عبدالرحیم خیلی کوتاه اگر جواب بدید. پدر بزرگوارشون فوت کرده رحمه الله، در خواب بهشون زیاد میان با وجودی که صدقه این چیز طبیعی هست. کسی که به اصطلاح خیلی در فکر پدر و مادرش باشه، خصوصا مرده، و کسی که بیشتر با اون در زندگی همراه بوده، طبیعی است که بیشتر از دیگران این در واقع به خوابش میاد. به هر صورت دعا کردن برای مردگان، صدقه دادن برای مردگان و حج و عمره انجام دادن دو ایصال ثواب‌هایی است که ثابت هست و مستند هست و ان شاء الله الله متعال تمامی مردگان تمام مسلمانان رو ان شاء الله مغفرت بفرمایند و همه من و شما رو در دنیا و آخرت سرفراز و سعادت بلند بگرداند. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. برادر عزیزمون از دوستان هرمزگان که تماس گرفته بودن، لطف کنم به شماره پیامگیر شبکه که ان شاء الله بعد از برنامه اعلان خواهد شد تماس بگیرن و اخبار منطقه‌شون رو در اونجا ضبط بکنن. ان شاء الله در لابلای برنامه پخش خواهیم کرد تا به گوش اهل سنت و مسئولین لامسئولی که به اصطلاح توجه نمی‌کنن به مناطق اهل سنت برسه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب بکنه. تشکر می‌کنم از تک تک عزیزانی که در اتاق فرمان با ما همکاری کردن، خاصتا از کارگردان عزیز برنامه احمد آقا. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.